خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالم که صدای شما رو خواهم شنید. در خدمتتون هستیم. سلام دکتر. من خیلی خوشحالم بعد فکر کنم یه سال دوباره دارم با بچه‌های مرکز به شما صحبت میکنم و اینا. واقعا خوشحالم و اینکه مرسی از بچه‌های جدید آزمایشگاه و مرکز که اون راهی که ما می‌خواستیم شروع کنیم همش میگفتیم ما قراره مثلا بچه‌ها رو لینک بزنیم بچه‌هایی که خارج از ایرانن و اینا، ولی وقتی استارت نزدیم بالاخره شما استارت زدیم. واقعا کار به نظر من مفیدیه و مثلا برای بچه‌هایی که حالا داخل ایرانن و میخوان ببینم مثلا خارج از ایران ریسرچ چجوریه، جو چجوریه و اینا. من فقط یه لحظه دوربینم روشن کردم که شما من ببینید و الان احتمالاً خاموشش میکنم و میرم سراغ پرزنتیشن. فقط یه عذرخواهی هم بکنم، حالا من بعضی از بچه‌ها رو میشناسم، مثلا مهیار رو دیدم، خانم قیاسی رو دیدم، خیلی از بچه‌ها رو نمیشناسم. من یه معرفی خیلی خیلی خلاصه از خودم میکنم و بعدش شروع میکنم به ارائه امروز. من خب سعید رحمانی هستم. من کارشناسی ارشدم به مستند بودم، بعدش یه مدتی رو در خدمت دکتر بودیم توی آزمایشگاه تربیتی ترافیک. بعدش این مرکز تحلیل دیتا رو راه انداختیم یه جورایی با فوکس روی با تمرکز روی مثلا اینکه دیتای هم نقلی ما چجوری تحلیل بکنیم و اینا. و خیلی هم خوشحالم که این مرکز داره بزرگتر میشه و پروژه خیلی جذاب شنیدم وارد شده و اینا. و بعدش خب یه دوره‌ای رو هم من ایران فکر کنم 5-6 سال کار کردم. بعدش برای دکترا اومدم هلند. تو ایران بیشتر کارم روی ترافیک فلو تئوری بود، تئوری جریان ترافیک، روی رفتار راننده‌ها تو ایران مطالعه می‌کردم که رفتارشون چقدر با کشوری مثل آمریکا یا آلمان متفاوته. و بعدش یه مقدار وارد حوزه‌های AI و دیتا ساینس شدم. بعدش دیگه شروع کردم به اپلای کردن و حالا حوزه‌های مختلف، رشته‌های مختلف، تا اینکه کم کم سر درآوردم از خودروی خودران. روزی هم که وارد خودروی خودران شدم یه سری چیزایی از ترافیک میدونستم ولی یه سری چیزایی رو هم واقعا هیچی نمیدونستم، مخصوصا حوزه‌هایی که در مورد کامپیوتر و مکانیک بود. و پارسال یه دونه ارائه داشتیم متمرکز روی بحث موشن پلنینگ و اینا بود، ولی حس کردم که شاید مثلا خوب باشه یه قدم بیام عقب‌تر، از بیرون نگاه بکنیم به این حوزه، ببینیم کلا این حوزه چیا توش داره، کجاهاش برای ما جدیده، کجاهاش برای ما مثلا جدید نیست، کجاها شاید بیشتر ماها بتونیم کار بکنیم، بچه‌هایی که حالا تو عمران هستیم یا همون هستیم. و حالا این تجربه‌ای که تقریبا 3 سالی که من تو این توی پروژه اروپایی کار می‌کنم که اکثر مثلا شرکتایی که تو این حوزه کار می‌کنن تو اروپا هستن توش. و خب برای من خیلی چیزای جدیدی داشت که یاد گرفتم و واقعا شاید شانس آوردم وارد این پروژه شدم و گفتم شاید فرصت خوبی باشه که یه دیدی که خودم به دست آوردم، حالا هرچند ناقص هم احتمالاً هست، 100% هست، که مقدار منتقل بکنم. من فقط یه عذرخواهی بکنم، حالا خانم قیاسی و آقای درویش زاده خیلی وقت پیش من هماهنگ کردم برای این وبینار و من یعنی ناخواسته صفحه برای من پیش اومد. پرزنتیشن امروز شاید خیلی مرتب نباشه، شاید توش چیزای غلط املایی ببینید. من دیشب تو فرودگاه درست کردم، حالا همین 5 دقیقه 10 دقیقه پیشم رسیدم خونه. اگه جایی اشکالی چیزی بود بزرگی خودتون ببخشید. و نکته بعدی هم این که اگه سوالی داشتید من سعی کردم یه حدود 20 دقیقه آخر بذارم برای سوال و جواب. البته الان فکر می‌کنم ما 10 دقیقه من دارم دیرتر شروع می‌کنم، ولی خب سعی می‌کنم بحث زودتر ببندم. ولی اگه سوالی بود که واقعا ذهنتون رو درگیر کرد، اگه نکته‌ای بود که متوجه نشدید چیه این مفهوم، یا مثلا دیدید که اگه اینو نفهمید ادامه داستانو متوجه نمیشید، همونجا حرف منو قطع کنید و بپرسید. نمیدونم که البته میتونید آن میوت کنید خودتون رو، ولی اگه امکانش هست کار بکنید، مشکلی نیست. اگه هم بتونید نگهش دارید تا آخر میتینگ خب بهتر. خب آقای سری من شروع کنم یا نکته خاصی هست که باید حواسم باشه بهش؟ نه بله میتونید شروع کنید و فکر کنم هم مشکلی برای اینکه بتونن صداشون رو بس کنن هم نداشته باشن اصلا. خب بذاریم من صفحه‌مو شیر بکنم فقط من، چون امید خیلی بکنم. الان صفحه من ببینید شما. بله تصویر کامل درسته؟ خب همونطور که گفتم موضوعی که من انتخاب کردم خیلی موضوع گسترده‌ای، یعنی من واقعا شکم داشتم که آیا اینقدر گسترده به درد بچه‌ها بخوره یا نه. شاید 20% به درد بعضی بخوره و فکر کنم همون خوب باشه.
اگه شاید یه جایش برای خیلیاتون تکراری باشه، ولی سعی میکنم که حالا حداقل اون جاها هم یه جاهای چیزایی که یاد گرفتم اینجا وسط مسطا بگنجونم و حالا شاید یه ذره بیشتر به درتون بخوره. موضوع اینه که ما در مورد خودروهای خودرو میخوام صحبت بکنیم که اینها از زمانی که یه ایده بودن حدود 100 سال پیش تا اینکه الان واقعا داریم می‌بینیم توی سری کشورها مثل آمریکا یا آلمان یا ژاپن و چین و واقعا اومدن به واقعیت تبدیل شدن. ببینید چه مسیر رو طی کردن و الان چه حوزه‌هایی هنوز چالش وجود داره، چه جاهایی مشکل داره که ما هنوز نمی‌بینیم خودروهای خودران تو همه کشورها یا حتی توی آمریکا به صورت کامل نمی‌بینیم تو همه شهرها. و اینکه خب چه ریسرچ دایرکشنایی وجود داره که ماها توی مخصوصا تو بچه‌هایی که حوزه حمل و نقلن، نه بچه‌های کامپیوتر، چون شاید ریسرچ دایرکشن‌ها فرق کنه، شما اگه کامپیوتر باشید یا حمل و نقل باشید. من سعی می‌کنم یه دید کلی از هر دو جهت بدم، ولی بیشتر با تمرکز رو بچه‌هایی که عمران بودن و حمل و نقل بودن. خب 5 تا بخش کلی رو من امروز صحبت می‌کنم. باز تاکید می‌کنم که شاید یه ذره عمیق‌تر باشه، ببخشید، ولی بخش اول اینتروداکشنه و اینکه پیشینه‌ای از موضوع بگم که کلا خودروهای خودران از کی شروع شد بحثاش، کجاها یه مایلستون خیلی مهمی بود، یه اتفاقی خیلی مهمی افتاد توش. بعد بخش‌های مختلف خودروهای خودران رو میگم که ما تقریبا میشه گفت 4-5 تا بخش خیلی مهم داریم تو خودروهای خودران که حالا اشاره می‌کنم بهش چی هستن. بعد در مورد اینکه خب اگه یه نفر بخواد، حالا یه شرکت، یه کشور بخواد خودروهای خودران رو در واقع دیولپ بکنه، تست بکنه، چه چیزایی خیلی مهمه، حالا چه از بعد در واقع پرکتیکال، چه از بعد ریسرچ، و چه چالش‌هایی هنوز وجود داره که ماها مثلا بچه‌های حمل و نقل میتونیم وارد اون حوزه‌ها بشیم و چه پتانسیلایی وجود داره. و من ارائه رو انگلیسی آماده کردم، حالا فارسی دارم صحبت می‌کنم. خیلی فکر کردم در موردش چیز کردم، شاید خوب باشه که انگلیسی باشه، به این دلیل که یه سری واژه‌ها هست که توی ادبیات موضوع خیلی بهش اشاره میشه و من تو صحبت‌ها ممکنه خیلی کلمه انگلیسی استفاده کنم. معنیش این نیست که به قول معروف خودمون گم کردیم. بیشتر می‌خوام سعی کنم اون کلماتی که تو ریسرچ استفاده میشه و شما میتونید بعداً سرچ بکنید و مقاله مرتبط رو پیدا کنید و راحت‌تر بتونید پیدا بکنید، اون کلمات شاید بذار راحت‌تر باشه سرچش. و همه حالا یه به قول معروف یه چیزام بگم که همه این عکسایی که تو این پرزنتیشن هست همش با AI تولید شده. یه جایش ممکنه یه جای خطا باشه، حالا سعی کردم نشون بدم، مگه اینکه اشاره کنم که مثلا این از فلان جا استفاده شده. خب اینم مهم بود که اشاره کنم بهش. و سوال اول اینه که ما 2 تا واژه خیلی مهم داریم توی ادبیات موضوع، اتوماتد و اتونومس. و خب خیلی وقتا توی ادبیات موضوع مثلا حتی تو خود بچه‌هایی که خارج از کشور هستن، حتی کسایی که حوزه‌های مثلا کامپیوتر روباتیک هستن و نیتیو انگلیسی صحبت می‌کنن، این 2 تا رو خیلی متوجه نمیشن که فرقشون چیه. و الان یکم مهمه، مثلا اگه می‌خواید مقاله بدید، خیلی یه جورایی نشون میده که شما چقدر روی این حوزه مسلطین. یه چیز بیسیک همینه که ما خودروی اتوماتد داریم که هر خودرویی که هر لولی از هر سطحی از اتوماسیون رو داشته باشه میشه اتوماتد ویکل. حتی میتونه یه ترمز خودکار باشه، حتی میتونه مثلا یه ACC باشه، کنترلر ACC باشه که شما فاصله‌تون با خودروی جلویی حفظ می‌کنید، روی سرعت خیلی خاص خودرو رو نگه می‌داره. به این میگن اتوماتد ویکل. ما یه اتونومس داریم که یعنی خودران، یعنی این خودرو تو همه شرایط میتونه بدون حضور راننده رانندگی بکنه. و مرزش هم توی اسلاید بعدی بهتون اشاره میکنم، مرزش یه ذره باریکه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که دقیقاً الان از اینجا دیگه وارد خودروی اتونومس شدیم یا مثلا از اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم خودرو اتونومس نیست. برای اینکه این مرز مشخص‌تر بشه، یه در واقع ارگانیزیشن توی آمریکا 5 تا لول کلی که در واقع 6 تاست که لول 0ش میشه خودروی بدون قابلیت، هیچ قابلیت خودرانی، مشخص کرده. 3 تا لول در واقع لول 0 و 1 و 2 لولایی هستن که راننده همه کار رو انجام میده و سیستم یه جورایی حالت ساپورت داره. یعنی حالا یا ممکنه بهتون کمک بکنه تو ترمز گرفتن، یه وقتی ممکنه کمک بکنه توی تغییر خط دادن، یه وقتی ممکنه کمک بکنه بهتون هشدار بده که اگه الان تغییر خط بدی ممکنه یه اتفاقی برات بیفته، یا کمک بکنه که شما خودرو رو بین خطوط نگه دارید. به اینها میگن سیستم‌های لول 1 و 2. و اکثر چیزایی که ما توی بازار داریم می‌بینیم، حتی تسلا، عملاً تسلا داره وارد 3 میشه تازه، یعنی هنوز وارد 3 به طور کامل نشده، یه چیزی بین 2 و 3، 2 پلاس بهش میگن. اکثر چیزایی که ما داریم می‌بینیم الان سطح 1 و 2 هم تو خودروهای خودران. یه استثنایی هست که اشاره می‌کنم جلوتر که لول 4 خودروهای خودرانه که ما تقریبا میتونیم بگیم که
لول 4 و لول 5 میشه گفت بهشون خودروهای خودران، واقعا اتونومس ویکلز. و فرقشون هم اینه که تو لول 4 ما خودرو رو توی شرایط خیلی خاص میتونیم بدون راننده بذاریم و این خودرو حرکت بکنه، مثلا توی پارکینگ یا مثلا توی فضای بسته یا توی قسمت خاصی از شهر، که الان ما تو آمریکا داریم اینا رو می‌بینیم. مثلا شرکتی مثل ویمو داره تو آمریکا تو این سطح عملیات انجام میده. و لول 5 که ما یعنی یه خودرو بدون هیچ راننده‌ای و بدون هیچ کمکی بتونه همه اون تسکایی که قرار انجام بده انجام بده، از زمانی که حرکت میکنه تا زمانی که میرسه به مقصد. اینم حالا یه چیزی بود که من گفتم فقط اشاره بکنم، لول‌ها رو نمیدونم که اون سرفصلایی که الان تو دانشگاه داره تدریس میشه چقدر تغییر کرده. اگه جایی تکراری هست ببخشید، بزرگی خودتون. لول 3 هم یه چیزی بین این هاست. لول 3 در واقع یه سری فانکشن‌های خیلی محدود هستن که بهتون مثلا میگه من بهت اجازه میدم تو از این سیستم خودکار توی بزرگراه، فقط تو بزرگراه‌های با این محدودیت سرعت رانندگی بکنی و تو اون زمانی که داری رانندگی میکنی نیازی نیست که فرمون بگیری. که الان تا جایی که من خبر دارم فقط 2 تا شرکت هستن که یه همچین خودرو رو اجازه دارن تولید بکنن و استفاده بکنن، که اگه بنز و بی ام است و تسلا هم حالا یه جوری روش بحثه. و فرقش با لول 4 اینه که تو لول 4 شما نیازی اصلا ممکنه به اون در واقع فرمان و پدال نداشته باشید، چون اون خودرو رو میذارید توی محیط بسته، بهش میگید تو توی محیط بسته عملیاتش رو انجام بده، مثل یه شاتلی که توی مثلا فرودگاه ممکنه باشه. ولی لول 3 شما راننده رو دارید، یه جای خیلی خاصی راننده مثلا میتونه اون تسکش رو بده به خودرو، که برخلاف چیزی که نشون داده میشه لول 3 معمولا سخت‌تر از لول 4. حالا بعدا اشاره میکنم تا اینکه شما بخواید عملیاتش بکنید. داستان خودروی خودران تقریبا میشه گفت 100 سال پیش شروع شد و اولین خودروی خودرانی که میشه گفت خودران در واقع نبود، از دور کنترل میشد، توی آمریکا تست شد. بعدها اومدن خب خودروهای دیگه رو تست کردن، سیستم‌های مختلف. از کروز کنترل شروع شد سال مثلا 1945 که کروز کنترل در واقع اون سیستم خیلی ساده است که میشه گفت لول 1 اتونومیه، لول 1 که شما میتونید بگید این الان لول 1 خودکاره. بعدها اومد جلوتر یه سری لابراتوری توی شرکت جنرال موتورز بودن، یه سری کار کردن توی سیستم‌های گایدنس بودن. بعدها اومدن جلوتر یه سری خودروهای بودن که با کابل وصل می‌شدن و اینها رو کنترل می‌کردن. یعنی هنوز ما عملاً وارد خودران نشدیم، ولی راننده رو سعی می‌کردن که کم کم حذف بکنن از سیستم، تا اینکه سال 1961 میشه تقریباً فکر کنم 60 سال پیش که استنفورد یه خودروی داد اسم کارت، که اونجا تقریبا میشه گفت که ما اولین تیوی بود که بشر درست کرد که میتونست خودش رانندگی بکنه و رو سطح ماه مثلا تستش کردن. بعدها اومد جلوتر، حالا من همه رو جزء اشاره نمی‌کنم ولی بعدا میتونید اسلاید رو ببینید. اومد جلوتر تا اینکه رسید به سال 95 که دانشگاه کارنگی ملون آمریکا و اگه اشتباه نکنم دانشگاه MIT هم بود، یه سری اینا اومدن با هم دیگه همکاری کردن و خب کردیت تأسیس مال دانشگاه کارنگی ملون بود. اینا اومدن از شبکه عصبی استفاده کردن برای خودروی خودران. یه جوری اولین باری بود که میومد برای یه خودرویی که انسان قرار نیست کنترل بکنه از یه چیزی که انسان دقیقی نمیدونه داره چی کار میکنه استفاده شد. و اونجا یه چیزایی بود که خب کارنگی ملون کم کم فهمید که شبکه‌های عصبی انگار میتونن به ما کمک بکنن که اون تسکای پیچیده‌ای که شاید من نتونم خودم هارد کد بیام بنویسم که اگه این شد این کارو بکن، اگر اون اتفاق افتاد و اینو دیدی مثلا این کارو بکن، چون رانندگی خیلی تسک پیچیده‌ایه، شما نمیتونید همه چی رو از 0 تا 100 براش برنامه‌ریزی بکنید، بگید من هر ایف و اف بذارید اگه این شد این کارو بکن، اگه نشد برو سراغ بعدی. اینجا یه مایلستون تقریبا مهم بود که نشون داد شبکه عصبی میتونن خیلی مهم باشن. سال 2002 در واقع دارپا که وزارت دفاع آمریکاست یه چالشی رو راه انداخت که 2004 اولین چالش برگزار شد که اومدن ببینن آیا میتونن خودران آمریکایی رو توی یه شرایط خیلی ساده از نقطه A به B برسونن و هیچ خودرویی نتونست این کارو بکنه. و خیلی جالب بود که مثلا 20 سال پیش هیچ خودرویی نتونسته این کارو بکنه و الان ما مثلا بعد 20 سال داریم می‌بینیم که این خودروها دارن توی شرایط شهری خیلی پیچیده رانندگی می‌کنن و همه اینا مثلا تو کمتر از 20 سال اتفاق افتاده. بعد 2005 بود که دوباره تیم کارنگی ملون و دانشگاه استنفورد اومدن توی چالش دوم دارپا شرکت کردن و این دو تا چالش خیلی مهمه. یعنی شما هر جا
خودروهای خودران رو مطالعه بکنید این اسم این دوتا رو می‌بینید و من عمدن گذاشتم که یه اشاره بهش کرده باشم. و اینجا خودروی دانشگاه کارنگی ملون و استنفورد رو مطمئن نیستم ولی فکر کنم استنفورد هم بود، اولین خودروهایی بودن که تونستن این چالش رو به انتها برسونن و یه ترکیبی از روش‌های AI بود که حالا موقع خیلی ساده‌تر بود و روش‌های اپتیمال کنترل بود که ما پارسال یه ذره من در موردش توضیح دادم برای بچه‌هایی که بودن. این دیگه توسعه پیدا کرد. گوگل سال 2009 تا 10 فکر کنم کم کم وارد این بازی شد و گوگل اومد یه فلسفی رو گذاشت که من میخوام از همون اول برم سراغ لول 4، این نمیخوام کم کم لول ها رو زیاد بکنم. مثلا خیلی از شرکت ها مثل BMW یا مرسدس بنز یا تسلا حتی اینا از لول های 1 و 2 و 3 شروع میکنن میان به جلو. ببخشید. ولی گوگل اومد گفت که من میخوام از لول 4 شروع بکنم، یعنی خودروی درست بکنم که خودش بتونه رانندگی بکنه و کم کم اون شرایطی که میتونه رانندگی بکنه رو بیام گسترش بدم به جای اینکه بهش قابلیت اضافه بکنم. 2014 بود که اون دسته‌بندی که بهتون نشون دادم درست شد. بعد کم کم اومد حالا 2017 اولین خودروها تست شدن خیلی جدی و تقریبا 2019 2020 بود که ما دیدیم یه سری شرکت‌ها مثل ویمو، لیفت، اوبر، کروز و حالا یه سری شرکت‌های دیگه مثل آرگو اینا اومدن واقعا خودروهاشون رو گذاشتن روی جاده واقعی و تست کردن و با آدم با راننده‌های انسانی ارتباط برقرار شد و اینا. 2023 بود که دو تا شرکت BMW و مرسدس بنز توی آلمان تونستن برای اولین بار مجوز لول 3 خودروی خودران رو بگیرن، همون یعنی اینکه میتونن توی یه جای خاصی از بزرگراه توی سرعت‌های خاصی بدون اینکه رانندگی بکنه، یعنی دخالت بکنه رانندگی بکنن. و اگه این تاریخچه رو خیلی سریع گفتم که ببینید چجوری این توسعه پیدا کرده و همین که ببینید که ما خیلی دور نیستیم از اون چیزی که واقعا توی آمریکا اتفاق افتاده، حتی یا توی ژاپن یا توی آلمان که در واقع یه جورایی سردمدار این حوزه ها هستن. تا 5 سالی که واقعا داریم اینا رو می‌بینیم. و حالا من آخر ارائه اشاره می‌کنم که ما حالا ایران چه چیزایی می‌تونیم توی ایران استفاده بکنیم، ولی خواستم بگم که کلا حوزه جدیدیه و فکر نکنید که حالا ایران لزوما خیلی عقبه. کلا چیزیه که دنیا تازه داره واردش میشه و هنوزم خیلی چالش وجود داره. خب سوالی که پیش میاد اینه که خب ما الان امروز کجا وایسادیم؟ ما خب می‌دونیم مثلا توی آمریکا یه سری خودروها وجود دارن که شرکت ویمو یا شرکت کروز اینجا خودرویی که داریم می‌بینیم مال تو شرکتن. اینا الان دارن بدون راننده توی خیابون‌های یه سری از شهرهای آمریکا دارن بدون راننده مسافر جابجا می‌کنن و تقریباً هم خیلی حداقل آمار نشون داده که خیلی سیفن. و پس مشکل کجاست؟ پس چرا مثلا نتونیم اینا رو بذاریم توی محیط واقعی شهری؟ حتما یه چالشی هنوز وجود داره که اینا وارد محیط واقعی نشدن. من 2 تا چالش کلی رو گذاشتم که حالا میتونید ببینید، ولی باز تمرکز رو گذاشتم روی اینکه ماها میتونیم چی کار بکنیم، ماهایی که داریم عمران میخونیم یا ماهایی که داریم ترافیک میخونیم. یه دونه از این اتفاقا مال آمریکاست، فقط صدا فکر می‌کنم نداره، ولی این یه خودروی خودرانه کروزه که مشخص نیست چه اتفاقی افتاده ولی خود به خود زده به تیر چراغ برق. و اگه دقت بکنید مثلا توی این شرایطی که مثلا اینجا تصادف کرده، شاید اگه راننده انسانی بود احتمالاً اینجا تصادف نمی‌کرد مگر اینکه یه اتفاق خیلی خاصی افتاده باشه که ما نمی‌دونیم. این یه چیزی بود که نشون داد که خب خودروهای خودران اونقدری هم که ما فکر می‌کنیم سیف نیستن، چون اینا اومدن با یه ادعایی که ما قراره مثلا خیلی سیف باشیم، ما قراره مثلا اشتباهات انسانی رو به صفر برسونیم و تعداد کشته‌هایی که عاملش راننده هست رو تقریبا به صفر نزدیک بکنیم. ولی دیدیم که نه، حداقل هنوز یه جاهایی اینا ممکنه سوتی بدن، یه جایی ممکنه مدلاشون مشکل داشته باشه و نتونن اون شرایط پیش بینی کنن. یه مشکل دیگه اینه که این یه مشکل دیگه است. دوباره خودروهای شرکت کروز که اومدن توی یه قسمتی از شهر گره خوردن به هم دیگه و یه مثلا به قول من کانجکشن خیلی بزرگی رو درست کردن. و اینجاست دقیقاً اونجایی که ما مثلا حمل و نقلیه میتونیم بررسی بکنیم که خب اگه یه همچین اتفاقی بیفته تاثیرش رو شبکه چیه؟ چه تو بعد مثلا سیفتی، چه تو بعد افیشنسی، چه تو بعد مثلا هزینه و اینا، و اینکه چه الگوریتمایی باعث میشه که یه همچین اتفاقی بیفته. چون یه مشکلی که ما الان داریم توی خودروهای خودران مثلا شرکت‌های بزرگ اینه که اکثر شرکت‌ها میان ایمنی رو میذارن اولویت، و وقتی شما ایمنی رو بذاری اولویت عملاً داری چیزی به اسم افیشنسی، یعنی که من توی زمان کمتر به اونجایی که میخوام برسم اینو میذاری اولویت دوم. و این وقتایی باعث میشه که شما به قول معروف ما یه چیزی رو آقای دکتر افندی زاده همیشه میگفتن ما همیشه یه آپشن داریم که دو ناتینگ میگه،
خودرو هم همینه. یکی از سیف ترین کارا اینه که وایسه و هیچ کار نکنه و اینجا هم همین اتفاق میفته. یه وقته خودرو اگه ندونه و نتونه تصمیم بگیره که من الان چیکار بکنم، خب سیف ترین آپشن اینه که من الان اینجا وایسم تا به هیچ کس ضربه نزنم. ولی خب ما میدونیم تو ترافیک میتونه خیلی تبعات بزرگی داشته باشه و یکی از بزرگترین ها، حالا نمیشه گفت ولی یکی از ترندترین چیزایی که الان داره کار میشه همین ترید آف بین افیشنسی و سیفتی تو خودروهای خودرانه، هم تو حوزه حمل و نقل هم تو حوزه روباتیک و کامپیوتر ساینس خیلی داره این حوزه کار میشه که ما چجوری میتونیم خودرو رو کاری کنیم که سریعتر بره ولی همزمان سیف هم بمونه و خیلی محافظه کار نباشه. خب این یه مقدمه تقریبا طولانی بود، به اضافه یه سری حالا میگم اینسایتی که اسکنش به دردمون بخوره برای بچه‌ای که حمل نقلیم، ببینید که خودروی خودران چجوری کار میکنه و چه اجزایی داره. حالا برای کسایی که شاید خیلی آشنا نباشن ببینن اگه کجاشو بیشتر دوست دارن بعدا میتونن مطالعه کنن. من آخر پرزنتیشن هم یه سری منابع به درد بخور، حالا چه از نوع دیتا چه از نوع ابزار و چه مقاله اینا میذارم که بعدا بتونیم مثلا یه ذره بیشتر با جزئیات نگاه بکنیم. و اینجا هم که خب عکس AI و باز اینو میدونید دیگه AI اشتباه زیاد این عمدن گذاشتم که نه توی دنیای واقعی که تو خودروهای خودران هیچ وقت به AI اعتماد نکنید. یعنی یه چیزای خیلی ساده رو هم AI نمیتونه مثلا خوب هندل بکنه. و ما یه استاد اینجا داشتیم میگفت که هیچ وقت از AI برای خودروی خودران استفاده نکنید چون نمیدونید تهش چی میشه. ولی حالا نظر ایشون بود، ولی میخوام بگم که اینو عمدن گذاشتم که تو ذهنتون بمونه که من هر چقدر اینجا بیام AI رو توی اسلایدهای بعدی هی پروموت کنم بگم خیلی خوبه خیلی داره مثلا ترند میشه، تو ذهنتون باشه که همیشه ما لازمه که یه دیدی هم داشته باشیم مدل داره چه جوری کار میکنه. خودروهای خودران کلا دو تا دیزاین پایپلاین خیلی مهم دارن، در واقع مجزا دارن. یه سری از شرکت‌ها و یه سری از دیزاین پایپلاین‌ها این شکلیه که بهش میگن end to end یا E to E. اگه جایی مثلا توی مقالات دیدید E عدد 2 و E. end to end دیزاین این شکلیه که من یه سری سنسور دارم و حالا این سنسورها میتونن دوربین باشن، میتونن سنسور لایدار باشه یا سنسور مثلا ریدار باشه و من هیچ قدمی این وسط ندارم. یه شبکه عصبی میذارم اون وسط. حالا این شبکه عصبی میتونه خیلی پیچیده باشه، لزوما یه مالتی لیر پرسپتور مثلا مثل این نیست، میتونه خیلی پیچیده تر باشه و در نهایت خودرو به کمک اون شبکه عصبی میتونه تصمیم بگیره که چجوری رانندگی بکنه، ترمز بگیره، چقدر فرمون بچرخونه، چقدر مثلا شتاب بگیره و هیچ چیزی این وسط وجود نداره. و ایده اینه که این شبکه عصبی اگه اینقدر خوب طراحی شده باشه میتونه مستقیما دیتای سنسور رو تبدیل بکنه به قول معروف کنترل اینپوت، یعنی به اون اینپوتی که میرسه حالا یا تغییر جهت خودرو یا تغییر سرعت خودرو. و خیلی اعتقاد دارن که این کار میکنه و بحثایی هم هست که تسلا هم داره مثلا روی این کار میکنه، حتی میگن چیزام کرده، به قول ریلیز هم کرده، یعنی این مدل استفاده کرده دنیای واقعی. مدل بعدی که در واقع یه ذره میتونم بگم جزئی تره ولی حالا هم مزایا داره هم معایب داره، بهش میگن ماژولار دیزاین، یعنی اینکه من میام بخشای مختلف خودران رو به صورت مجزا مطالعه میکنم. ما حمل و نقلی‌ها معمولا اگه بخوایم، حالت خیلی شاید جمله دقیقی نباشه ولی ما حمل و نقلی‌ها معمولا اگه بخوایم دید پیدا کنیم که این خودرو داره چجوری کار میکنه، بهتره که بیایم حداقل یه دیدی نسبت به این ماژولار دیزاین داشته باشیم، ببینیم این خودران چه ماژولاری داره و من کجاهاش میتونم یه ذره بهبود ایجاد کنم، کجا میتونم مثلا ببخشید ما که می‌کنم قطع شد. تصویر من دارید الان یا نه؟ تصویر هستش، هیچ مشکلی نداشتیم. یه لحظه قطع شد. و برای من توی این ارائه این بخش یه ذره بودترش کردم و باز بعد جلسه هم حالا میگم یه سری منابع مرتبط در هر بخش میذارم. ما تقریبا میتونیم بگیم که 4-5 تا بخش اصلی. بخش اول که خب اون بحث پرسپشن در واقع تو این شکل دوتای اول ما یه سنسور اینپوت داریم، یه پرسپشن ماژول داریم که این دوتا با هم دیگه بهش میگیم پرسپشن، یعنی اینکه خودرو داره دنیای واقعی رو میبینه و سعی میکنه که درک بکنه که چیزای اطرافش، آبجکت های اطرافش و اون آدما یا ایجنت های اطراف چیا هستن. مرحله بعدی لوکالیزیشن، یعنی که من الان میدونم که اطرافم چیه ولی من کجا هستم، توی خیابون فلان دقیقاً تو چه مشخصاتی هستم، چون ما فقط نمیتونیم به جی پی اس اعتماد کنیم، حتی اگه خیلی هم دقیق باشه. ما الان داریم بحث جان انسان دیگه، یعنی من اگه 20 سانت اشتباه کنم ممکنه مثلا یه آدمو بکشم.
و خیلی این ماژول مهمه که من چجوری بتونم اینو بهبود بدم. حالا یه وقتایی با یه سری ابزارهای ارتباطی مثل جی پی اس و جی ان اس اس PSNN، یه وقتایی مثل یه سری ابزارهایی که به کمک خود سنسورایی رو خودرو هست، با فاصله از لینای مقابل، فاصله از پیاده رو، یه همچین چیزایی رو مثلا اندازه میگیره. و در نهایت این 3 تا استپ اول به خودرو کمک میکنه که خودرو بفهمه که من کجا هستم و اطرافم چیا وجود داره. استپ بعدی که توی این شکل نوشته پلنینگ ماژول، خودش 2 تا بخشه. حالا اینجا یه دونه گذاشته و اشتباه هم نیست، ولی من همیشه 2 تا میگمش. یه بخشش میشه پردیکشن، یعنی که من تشخیص دادم اطرافم چیه، خودرو، آدم، عابر پیاده است، دوچرخه سواره، و اینکه من کجام. حالا بیام پیش بینی بکنم که این آدما یا اجزای مختلف 1 میلی ثانیه بعد کجا قرار بگیرن، 10 ثانیه بعد کجا قرار بگیرن، و تو این بازه مثلا الان تا 10 ثانیه 20 ثانیه بعد این محیط اطراف من قرار چجوری تغییر بکنه که بعد من بتونم یه تصمیم بگیرم که خب من حالا چیکار بکنم. و نکته به قول معروف سخت داستان این شکلیه که تصمیم من رو بقیه هم تاثیر میذاره. یعنی که من اگه پیش بینی کنم که آبجکت 1 قرار 2 متر بیاد جلوتر، من اگه وایستم ممکنه آبجکت 1 اون 2 متر رو بیاد جلوتر، ولی اگه من حرکت کنم و اهمیت ندم ممکنه آبجکت 1 تصمیمش رو عوض کنه. برای همین اینجا معمولا این 2 تا پردیکشن و پلنینگ رو با هم قاطی میکنن، میذارن تو یه دونه بلاک، بهش میگن حالا پردیکشن و پلنینگ یا دیسیژن میکینگ، که اینم یه حوزه‌ای که خیلی تو حوزه حمل و نقل میشه روش کار کرد. منم تو پی اچ دی کلا تمرکزم رو اینه. حالا یه مقدار بیشتر وارد جزئیات میشم، ولی فقط کلیت رو بدونید که این 2 تا چیزاییه که عملا داره تصمیم گیری خودران رو اینا تعیین میکنن. و بعدش دیگه وارد کنترل میشیم و اینکه حالا من با توجه اون تصمیمی که گرفتم که الان مثلا قرار سرعتمو زیاد کنم، این فرامین رو بدم به خودرو و خودرو اینو اجرا بکنه. پس میگم حرف خیلی دقیقی نیست، ولی ما حمل و نقلیه اگه بخوایم خوب روی این قضیه کنترل داشته باشیم، شاید بتونیم روی این بخش پلنینگ ماژول و دیسیژن میکینگ و پردیکشن بیشترین تاثیر رو بذاریم. طبیعتاً اینکه علاقه‌مند باشیم میتونه روی پرسپشن کار بکنه، روی لوکالیزیشن کار بکنه، همه اینا جای رشد، جای مثلا کار داره، ولی با دیدی که ما از حمل و نقل داریم شاید اینجا یه ذره راحت‌تر باشه. من این خلاصه خیلی سریع از پرسپشن بگم، یه دیدی داشته باشید کسایی که شاید علاقه داشته باشن. پرسپشن همونطور که گفتم این قابلیت رو به سیستم میده که تشخیص بده کجاست و اطرافش چیا وجود داره، و 4-5 تا چیز مختلف توش مطرح میشه. آبجکت دیتکشن که من تشخیص بدم این آبجکت های اطرافم چی هست، یعنی که مثلا آیا یه مانعی وجود داره یا نه. اصلا درخت من هنوز تشخیص ندادم درخت یا آدمه، فقط ببینم که آیا آبجکتی وجود داره یا نه. مرحله بعدی اینه که کلاسیفای بکنم، ببینم آقا این آبجکتی که اطراف من هست درخت یا آدمه یا دوچرخه است یا ماشینه. چون اینا مهمه دیگه. من پیش بینی که برای آدم دارم، برای عابر پیاده دارم فرق میکنه، و پیش بینی که برای خودرو دارم سرعتش فرق میکنه، محدودیت‌های کینماتیکش فرق میکنه و خیلی چیزای دیگه. و مرحله بعدی آبجکت ترکینگه که خب من بتونم اینو که اگه تشخیص دادم اینجا بتونم دنبالش هم بکنم. یعنی من توی فریم بعدی هم که دوباره اینو سنس کردن بتونم تشخیص بدم اون همون قبلیه است. یعنی این خودرویی که من 3 ثانیه قبل دیدم هنوز میتونم دنبالش بکنم. اینم خیلی مهمه برای اینکه من بتونم پیش بینی خوبی داشته باشم. یعنی توی پرسپشن فقط این نیست که شما بتونید یه آبجکت رو تشخیص بدین، اینم مهمه که بتونید تشخیص بدین این همون آبجکتیه که من 2 ثانیه قبل 3 ثانیه قبل دیدم. و بعدش هم یه چیز داریم به اسم سین آندرستندینگ، یعنی من بتونم محیط اطرافم بجز آبجکت ها، ممکنه خط کشی عابر پیاده باشه، ممکنه ترافیک لایت باشه، ممکنه مثلا اسپید لیمیت باشه، چیزای مختلف باشه که خودرو لازم اونا رو بخونه. مثلا سرعت این بزرگوار الان 100، خودرو باید اینو بدونه. اینا هم چیزاییه که خب بهش میگن سین آندرستندینگ. و خیلی سریع فقط اینجا رو بگم که کسایی که به این حوزه علاقه‌مندن، چیزی که خب خیلی الان ترند تو این حوزه دیپ لرنینگه و مدل‌های مختلف دیپ لرنینگ. قبلا CNN بیس مدل‌ها بودن، الان مثلا بعد این مدت اومدن یه سعی کردن ترانسفورمرزا که مدل‌هایی که برای در واقع لنگویج ساخته شدن، برای مدل‌های زبانی هستن و سعی کردن بیان اونا رو اپلای بکنن به حوزه‌های ویژن. بعد الان یه سری مدل‌ها اومدن که ویژن در واقع لارج مدل ها هستن که شبیه همون مثلا چت جی پی تی ولی روی دیتای تصویری کار میکنه. کسایی که به این حوزه علاقه‌مند دارن، مثلا این علاقه دارن، این حوزه مثلا الان رفته به این سمت دیپ لرنینگ. حالا مدل‌های مختلفش میتونید مثلا من یه سری پیپر میذارم براتون، ولی بعداً میتونید مثلا خودتون بیشتر مطالعه بکنید. ولی لازمه ورود به این حوزه، من خودم وارد این حوزه نشدم اصلا، یعنی کار پی اچ دی میشه دیگه است،
ولی لازمه ورود به این حوزه اینه که شما خیلی خوب مدل های پشت کامپیوتر ویژن رو بفهمید. حالا مدل های ترادیشنال شاید نیاز نباشه مدل خیلی قدیمی رو بدونید دقیقاً چه خبره، ولی حداقل مدل های مثلا CNN که اینا چجوری اومدن و اینکه اگه مثلا من بعداً بخوام اینو بهبود بدم کجاها میتونم بهبود بدم یه ذره نیاز داره، به خاطر اینکه بیشتر نوآوری‌ها توی این حوزه پرسپشن بیشترش، نمیگم همش، بیشترش کامپیوتریه تا حمل و نقلی و اینجا یه ذره ممکنه یه چیزی باشه که مثلا برای شما جدید باشه، کسایی که شاید مثلا قبلا رو حمل و نقل متمرکز بودن، ولی خب خیلی جای کار داره و یکی از چالش‌هایی که خودروهای خودران هنوز توی همه شهرها نیستن همینه و هم ایده استارتاپ خیلی میشه زد براش، هم ایده ریسرچ میشه خیلی باش کار کرد. خلاصه خیلی فضای بازیه. سنسورهای مختلف وجود داره، دوربین، لایدار، رادار و اولتراسونیک. من خیلی جزئیات نمیگم که وقتمون خیلی هدر نره. هر کدوم از این سنسورها برای یه چیزی خوبن. مثلا دوربین برای این خوبه که شما بتونید ساینا رو بخونید، ولی اگه مثلا برف بیاد دیگه دوربین شاید خوب کار نکنه. ریدار مثلا خوب باشه، یا همون رادار که ما میگیم. لایدار مثلا ممکنه خیلی خوب باشه ولی باز اگه هوا بد بشه خوب کار نکنه یا مثلا خیلی گرون باشه. برای همین یه مجموعه از سنسورها، این رنگارنگیایی که داره می‌بینی سنسورهای مختلفه و رنج مختلفشونه که حالا ما تو پروژه که حالا منم اینجا دارم کار میکنم دقیقاً برای اون خودرویی که قرار سیمولیت بکنیم و بعد بیایم ارزیابی بکنیم که خودرو چقدر خوبه، یه همچین چیزی رو دیولپ کردیم که یه خودرو چه سنسورایی نیاز داره داشته باشه که بتونه ایمن عمل کنه و در این حال خیلی گرون نباشه اون سنسور ستش. یعنی من نمیتونم بیام 10 تا لایدار بزنم بگم خب این خیلی خوبه، باید سعی کنم مینیمم چیزی که میشه رو گذاشت ولی تا جایی که میتونه ایمن باشه. و اینم خب یه حوزه‌ایه که کسایی که بیشتر میخوان وارد طراحی خودرو بشن براشون ممکنه جذاب باشه. ولی چیزی که الان ترند اینجا من بخوام خیلی سریع بگم، یکی اینه که من بیام چجوری دادای لایدار رو تحلیل بکنم، چون بهش میگن پوینت کلاود، یعنی یه سری نقطه است که شبیه ابر، حالا بعد تشخیص بده این چه شکلیه، چه آبجکتیه. توی بحث ریدار خیلی سعی میکنن، چون ریدار خیلی سنسور روباستیه، یعنی خیلی سنسوریه که دیر میتونی توش اختلال ایجاد کنی، به سختی میتونی، ولی دیتاش خیلی بیسیکه. چجوری بتونیم با این دیتای بیسیک اطلاعات بیشتری بگیریم؟ اینم خیلی حوزه جذابیه برای کسایی که پرسپشن میخوان کار بکنن. و روی دوربین هم خب تسلا کل ادعاش اینه که من با دوربین همه سنسورها رو میکنم و حوزه ریسرچ اینجا اینه که من چجوری بتونم با اون مدل‌های ویژن با دادای دوربین بتونم یه کار خیلی مثلا بزرگ بکنم که نیاز به سنسور دیگه نباشه. اینا میتونم بگم ترندهای خیلی خاصیه که تو این حوزه میتونیم باهاش کار بکنیم و پرسپشن اصلا آسون نیست. سمت راست دوربین می‌بینید چقدر جزئیات زیاد داره، ممکن انسان اشتباه بکنه. سمت چپ هم دادای لایداره که می‌بینید مثلا یه چیزیه که شاید یه انسان براش سخت باشه تشخیص بده الان آبجکتی که مثلا اون لایدار دیتکت کرده یا اون امواجی که ساطع شده دقیقاً چه اتفاقی پشت افتاده. ولی حوزه خیلی جذابیه. میرسیم به پردیکشن و پلنینگ و دیسیژن میکینگ که همون در واقع مغز متفکر خودروه که خودرو تصمیم میگیره بقیه قراره چی کار بکنن و من چی کار بکنم که آسیب به بقیه نرسونم و خودم هم با بیشترین احتمال با کمترین زمان به مقصد برسم. اگه یکم دارم چون میرم ببخشید دیگه، اگه سوال باشه حتما بپرسید اگه جایی براتون گنگه. خب پردیکشن همونطور که گفتم پیش بینی لحظه بعد هر آبجکتیه. حالا این آبجکت میتونه خودرو باشه، میتونه عابر پیاده باشه، میتونه هر چیزی باشه. و من اینجا فقط یه کلمه رو بولد کنم بهش میگن تراجکتوری که احتمالاً همتون میدونید، ولی من چون دیدم حتی اینجا خیلی از بچه‌هایی که مستر میخونن نمیدونن دقیقاً تراجکتوری معنیش چیه. تراجکتوری در واقع میشه اون یه سیکونس یا یه توالی از موقعیت‌های مکانی تو زمان‌های مختلف. یعنی یه خودرو اگه داره حرکت میکنه از نقطه A تا B تو زمان‌های مختلف تو موقعیت‌های مختلف، اگه من نقاط رو به هم وصل کنم میشه تراجکتوری یا خط سیر اون خودرو. و خط سیر یا هم تراجکتوری خیلی کاربرد داره توی حمل و نقل. یعنی من موضوع پایان ارشد دارم دقیقاً همین بود، ایران کار کردم، خط سیر خودروها رو استخراج کردم، بعد اومدم رفتار رانندگی رو مطالعه کردم و بعد الان اومدم مثلا دارم دقیقاً رو همون، حالا نه دقیقاً رو اون موضوع ولی از همون نوع دیتا استفاده می‌کنم برای سری تحلیل‌های دیگه. و دیتای تراجکتوری خب دیتا خیلی مهمیه و من این سری دیتا ست معرفی می‌کنم که بعداً شاید به درتون بخوره. دیتا ستایی که اوپن سورس ان، میتونید مثلا خیلی راحت باشون کار بکنید، خیلی هم جدیدن، این 2024 آپدیت شدن. دو تا رویکرد خیلی کلی وجود داره. رویکرد اول مدل‌های فیزیکس بیس بهشون میگیم یا مثلا رول بیس یا تئوری دریون، یعنی که مدل از AI استفاده نمی‌کنه به طور مشخص، یه سری قوانین فیزیکی یا یه سری قوانین مثلا تئوری پشتشه و
برای پیش‌بینی نقطه زمان بعدی که این آبجکت قرار کجا باشه. یعنی شما یه پیش‌بینی از این آبجکت رو دارید مثلا 5 ثانیه، بعد بهتون میگن که خب پیش‌بینی کن 10 ثانیه بعد این کجا قرار بره. این یه وقتی از شما میتونید از AI استفاده بکنید، وقتی میتونید بگید نه بر اساس اون سیر گذشته از یه سری مدلایی که فیزیکس بیسن محدودیت‌های خودرو رو در نظر بگیرم. یعنی خودرو مثلا نمیتونه یهو 45 درجه بپیچه به سمت راست یا چپ، یا مثلا حالا یه سری محدودیت‌های دیگه. اینا خب مدلایی بودن که قبلا خیلی استفاده می‌شدن و جدیداً ترند رفته به سمت مدل‌های لرنینگ بیس که حالا لرنینگ بیس یه واژه خیلی کلیه، میتونه مدل‌های قدیمی RNN بیس باشه، خود مدل RNN یا LSTM یا DRU. بعضا ترانسفورمرزا اومدن. ترانسفورمرزا مدلایی هستن که خیلی سریع بخوام بگم برای کسایی که شاید ندونن، مثلا چت جی پی تی یکی از لایه‌های خیلی مهمش ترانسفورمرزه. همش ترانسفورمرز نیست، ولی یکی از لایه‌های خیلی مهمش ترانسفورمرزه. و مدل ترانسفورمرز اینجوریه که میگن ما یه سیکونسی از کلمات رو مثلا یا توکن ها رو داشته باشیم. یعنی توی زبان مثلا زبان فارسی وقتی یه جمله صحبت می‌کنی شما چندین تا کلمه پشت سر هم دارید. ترانسفورمرز اومد گفت که من بهت میگم که کدوم کلمات مهمن، کجاها روشون زوم بکنی و جایگاه کلمه مهمه. یعنی اگه من سعید رو اول جمله بذارم شاید فرق کنه معنیش تا اینکه وسط جمله بذارم. معنیش شاید یکی باشه ولی کاربرد زبانیش ممکنه فرق کنه. بعد اومدن تو ترافیک از این مدل‌ها استفاده کردن ترانسفورمرزا و گفتن ما اون تراجکتوری که من الان بهتون گفتم که یه داده زمان مکانی تو زمان مختلفه، اونم یه سیکونس دیگه، مثل یه کلمه فارسی یه جمله فارسیه. مثلا میگم تو دقیقه 1 خودرو اینجا بوده، مشخصاتش بوده مثلا 25 و 34، ثانیه بعد شده 27 و مثلا 38. اینا رو میاد در نظر میگیرن و سعی میکنن از این مدل ترانسفورمرز استفاده بکنن برای پردیکشن و خیلی هم موضوع داغیه. حالا ترانسفورمرز اون به قول معروف بیلدینگ بلاک قضیه است، یعنی پشت قضیه است، ولی اسم بزرگش میشه LLM یا لارج لنگویج مدلز که من اینا رو عمدن میگم که وقتی خواستین سرچ بزنین بتونین انجام بدین. و یه حوزه خیلی پررنگی هم GNN بیس مدلان که من چند تا از همکارامون یه مقاله هستن داریم روی اینکه GNN ها یه مقاله ریویوه که حالا اینا میذارم توی منابع که GNN ها کلا تو حمله قشه درد میخورن و خب تو حوزه خودرو هم خیلی به درد میخورن. و ایده اینه که من بیام همه آبجکت های توی اون سناریو رو، در واقع مثلا من اگه توی محیطی هستم همه آبجکت ها رو مثل یه نود توی گراف ببینم و ارتباط بین اینها رو مثل یه لینک ببینم. یعنی من و خودروی بغلیم بین اون یه لینکی هست، این لینک بهم نشون میده من چقدر با این ارتباط دارم و اون چقدر قرار رو من تاثیر بذاره، به جای اینکه بیام همه چی رو عکس ببینم. چون قبلا مدل‌ها همه CNN بیس بودن، یعنی convolutional neural network که همه چی عکس بود انگار. بعدها اومدن گفتن به جای اینکه عکس ببینیم بیام تبدیلش کنیم به گراف و خب خیلی پیشرفت خوبی کرد. و دوباره اینجا مدلایی که رو پردیکشن خیلی الان داغن مدلایی ان که دیپ لرنینگ ان. ترندهای خیلی هات هم GNN بیس ها، جنراتیو مدلایی که جنریت میکنن یه چیزی رو، و لارج لنگویج مدل. آقای انصاری من چقدر وقت دارم؟ چون نمیدونم 1 ساعت کل وقتمون یا 1 ساعت و نیمه که من اینویتیشن گرفتم طولانی بود، ولی مطمئن نیستم چقدر وقت دارم. ما چیز حدود 1 ساعت می‌خواستیم باشه ولی فکر نکنم مشکلی باشه، یعنی حالا هر جور که خودتون اوکی سعی می‌کنم 1 ساعت زیاد کنم پس. 1 ساعت زیاد کنم پس. بعد میرسیم به پلنینگ که پلنینگ یعنی این که من بیام مشخص کنم با همه اون پیش‌بینی‌هایی که کردم من چه کاری رو انجام بدم بهترینه، اپتیمال حالا یا مسیر یا اپتیمال اکشن، بهترین مسیر یا بهترین اکشن. و این اپتیمال هم یوزر یعنی کاربر میتونه تعریف کنه که این ایمن باشه، افیشنت باشه یعنی سریع باشه، کامفورتبل باشه یعنی که اون یوزری که داخل خودروه، اون پسنجر یا کاربری که داخل خودروه احساس راحتی بکنه، اگه قرار کتاب بخونه بتونه کتاب بخونه، دچار سرگیجه نشه و حالا چیزهای دیگه. و پلنینگ هم 2 تا بخش خیلی بزرگ داره. پلنینگ گلوبال داریم که من از نقطه A به نقطه B میخوام برم، کدوم خیابون انتخاب کنم، از چه مسیری برم. لوکال داریم که حالا من اگه مثل شکل پایین سمت راست اگه میخوام تغییر خط بدم یا میخوام سبقت بگیرم چجوری اینو انجام بدم، با چه زاویه‌ای، با چه سرعتی، با چه شتابی انجام بدم. مدل‌های مختلفی وجود دارن، باز گراف بیس مدل‌ها وجود دارن، اینجا مدل‌های سامپلینگ بیس وجود دارن، دیگه وارد جزئیات نمیشم، بعداً براتون میذارم منابعشو. اینجام دوباره الان اومدن به سمت لرنینگ بیس مدل‌ها، ولی یه تفاوتی که پلنینگ با پردیکشن و پرسپشن داره اینه که اینجا خیلی دارن با احتیاط از مدل‌های AI استفاده میکنن، چون
اینجا اگه شما اشتباهی بکنید دیگه ممکنه یه آدمو بکشید. برای همین دارن تست میکنن لرنینگ بیس مدل‌ها رو، یعنی حالا چه ترانسفورمرز باشه، چه دیفیوژن باشه، چه جنراتیو ای آی باشه، همون مدلایی که تو پردیکشن خیلیش ممکنه اینجا هم استفاده بشه با یه ماهیت دیگه. ولی باید حواستون باشه که اینجا یه چیز سیفتی اون بالا سرش باشه، یه لایه سیفتی باید اون بالا سر باشه. خیلی از کمپانی‌ها هنوز نیومدن از این مدل‌های ای آی توی واقعیت استفاده بکنن و مدل‌هاشون همون مدلایی هستن که بهش میگن اپتیمیزیشن بیس، اون سومیه. ولی خب خیلی‌ها هم سعی کردن که مثلا تسلا انگار استفاده میکنه، خیلی‌هاشون سعی کردن مدل‌های هایبرید استفاده بکنن. ولی مثلا انویدیا، من با یکی از مثلا دیرکتور انویدیا در ارتباطم، اونا خیلی دوست دارن LLM رو مثلا الان استفاده بکنن. من پایین گذاشتم به خاطر اینکه یه مقدار در موردش مثلا سرچ کنید و اینا، چیزاییه که پتانسیلش خیلی زیاده، با اینکه اینا برای زبان طبیعی در واقع توسعه پیدا کردن. ولی تو خودران الان میبینیم مثلا انویدیا یه شرکتی که خیلی توی خودران داره کار بزرگ میکنه الان و اونا الان دارن میرن سمت این مدل، پس احتمالاً این پتانسیل وجود داره. حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیشم، فقط این که گفتم اگه تصمیم گرفتید کنترل بعد اینو انجام بده، حالا یا های لول یا لو لول. لو لول یعنی که من اون مسیر رو دنبال بکنم، های لول وقتایی ممکنه یه ایمرجنسی بریکینگی باشه، یه ترمز خودکاری باشه، یهو بیاد بگه الان تو اشتباه کردی، تصمیم گرفتی و اگه با همین سرعت ادامه بدی 1 ثانیه بعد میخوری به اون آبر پیاده، پس من اون ایمرجنسی بریکینگ رو فعال میکنم و تو باید حتی هر پلنی داری من سریع رو متوقف میکنم، ترمز میگیرم. خودران چجوری؟ پس این ماژولای کلی خودران بود، از 0 تا 100، از پرسپشن تا کنترل. حالا اینو چجوری تستش میکنن خودران رو؟ نمیتونیم خودران رو بسازیم بزنیم توی خیابون بگیم خب حالا اگه یه اتفاق افتاد بعدیم درستش میکنیم. یه استیجی داره. استیج اولش سیمولیشن معمولا که توی محیط سیمولیشن انجامش میدن و اینجا ما حمل نقلیه خیلی میتونیم کار بکنیم. سیمولیشن میتونه از نرم افزار مثل ویسیم یا اینسان باشه تا بیا نرم افزار خیلی جزئی‌تر مثل کارلا یا حالا چیزایی که من جلوتر بهتون معرفی میکنم و کاربرد هر کدوم هم فرق میکنه. مثلا اینسان و ویسیم بیشتر برای اینه که ببینم اثراتش رو شبکه چیه، اثراتش روی مثلا ترافیک چیه. مدل نرم افزار جزئی تر اینه که ببینم که آیا ایمن هست یا نیست، آیا مثلا افیشنت هست یا نیست. بعد لول بعدی اینه که بذارم توی کنترل انوایرمنت، بذارم یه جایی که روش کنترل دارم، ممکنه آبر پیاده رو با یه ماکت درست بکنم، یه همچین چیزایی. مرحله بعدی اینه که بیام یه چیز خیلی مهم توی خودران که میتونم بگم یکی از مهمترین چالش خودرانه که خیلی هم جای ریسرچ داره، edge case detection یا edge case testing. یعنی من اومدم یه عالمه دیتا به این خودران دادم که روش ترین بشه، حالا مدل ای آیش یا مدل‌های دیگه‌اش. ولی این دیتا همه چی رو کاور نمی‌کنه. یه جاهای خیلی ریزی هست که این دیتا نتونسته ببینه، اونقدر کامل نبوده. بهش میگن edge case، یعنی گوشه‌های اون دیستریبیوشن. اگه شما دیستریبیوشن رسم کنید، اون تیلای دیستریبیوشن گوشه‌ها رو بهش میگن edge، یعنی جایی که خیلی اون گوشه موشه میفته و خیلی سخته که شما بتونید تو دیتاتون داشته باشیدش. و مرحله و اینجا مهمه که شما اینها رو پیش بینی کنید، دیزاین بکنید و بیایید خودرو براشون تست بکنید. خیلی جای ریسرچ داره. میگم ما خودمون یه دونه پیپر همین چند ماه پیش داریم، حالا باز میذارم توی چیز و چیزی که خیلی روش هنوز اونقدر کار نشده. یه دونه آن رو تستینگه که من خب حالا که همین کارو کردم بذارمش توی دنیای واقعی، که ما تو پروژه‌ای که الان من توشم اسمش های درایو، های مثل سلام، اچ آی و درایو هم که رانندگی. شرکت‌های مختلف مثل BMW یا فولکس واگن یا مثلا آودی اینا میان خودروهاشون رو دیزاین کردن، تست کردن تو سیمولیشن انوایرمنت، جای مختلف تستش کردن، میان میذارن تو دنیای واقعی و دیتا جمع میکنن که ببینن کجاها خودرو خوب عمل میکنه، کجا خوب عمل نمیکنه. ولی همیشه یه دونه هیومن سوپرویژن وجود داره و ما مثلا تو این پروژه خودمون چندین بار دیدیم که اگه این راننده در واقع بکاپ وجود نداشت 100% خودرو تصادف میکرد. خب این یه چیز خیلی کلیه که خوبه بدونید شما کجا میتونید بهش اپروچ کنید و مثلا روش کار کنید. یکی سیمولیشنه، یکی هم اچ کیس دیتکشن. به نظر من این دو تایی که بود کردن. چرا سیمولیشن که خب خیلی واضحه، گفتم دیگه وارد جزئیات نمیشم چون هزینه زیاد داره اگه دنیای واقعی تستش کنیم و سیمولیشن میتونیم چندین بار انجام بدیم و یه سری چیزا رو تو ابعاد بزرگ من نمیتونم بیام 1000 تا خودرو بذارم، میتونم ولی 1000 تا خودرو رو سیمولیت بکنم. پس سیمولیشن خیلی پتانسیل داره برای حوزه خودران. چه چالشایی وجود داره تو سیمولیشن؟ یکی این که ما بهش میگیم فیدلیتی گپ، یعنی اینکه ما یه چیزی رو تو سیمولیشن داریم، این دقیقاً اون چیزی نیست که ما تو واقعیت داریم، چه از بعد گرافیک چه از بعد رفتار. یعنی این خودرو خب خیلی ممکنه واقعی به نظر برسه ولی رفلکت نور روش ممکنه فرق کنه با اون چیزی که تو واقعیته.
رفلکت آسفالت ممکنه فرق کنه، نوری که مثلا چراغ راهنمایی ممکنه فرق کنه، یا رفتار خودروهایی که اطراف من هستن ممکنه اون چیزی نباشه که من تو واقعیت دارم میبینم. و این جایی که خیلی ما هم میتونیم کار بکنیم، یعنی این قسمت دوم که رفتاریه، که ما مثلا مدل کار فالوینگ رو داریم که خب خیلی داریم روش کار میکنیم و هنوزم داره استفاده میشه. مثلا مدل IDM اینتلیجنت درایور مدل، مدلی که تو خیلی از سیمولیشن سافت‌ورهایی که تو کمپانی‌های بزرگ مثل گوگل یا حتی پروژه ما ازش استفاده میشه هنوز، ولی مدل خیلی ساده ایه، فقط برای رفتار خودرو وقتی میخواد یه نفر رو فالو بکنه توی خط مستقیم کاربرد داره. و مثلا یکی از مقاله‌ای که من تو پی‌اچ‌دی روش کار میکنم اینه که بیام یه مدل بدم برای مثلا تقاطعات که این خودرو بتونه توی 2 بعد حرکت بکنه و همچنان بتونم تحلیل بکنم. و این یه جایی که خب باز حمل و نقل خیلی میتونن کار بکنن. یه جای دیگه اینه که شما برای سیمولیشن با سناریو دیزاین بکنید، چه سناریوی واقعیه، چقدر مثلا به قول من ریلیونت، به قول خارجی، یعنی که چقدر این سناریو هم واقعی هم احتمال داره من تو واقعیت ببینمش و مهمه که بیام تستش بکنم. و حالا اینکه خب بعد در نظر بگیرم که ممکنه مثلا کامپیوتیشن نیاز داشته باشه، یعنی اینکه من بخوام سخت افزار زیاد بزنم براش. اینم که توضیح دادم که ما حمل و نقلیات تو قسمت رفتاری میتونیم خیلی محیط‌های سیمولیشن دقیق‌تر بکنیم، مدل‌هایی بدیم که مدل‌های دقیق‌تری باشن. اچ کیس‌ها رو من خیلی سریع گفتم، یه مدلش فقط نشون بدم اینجا که این ویدیو رو دیدید دیگه. مثلا این خودرو تسلا یه دونه درشکه بهش میگن دیگه، فکر می‌کنه کامیونه. دلیلش هم اینه که این خودرو تسلا این مدل این شکلی رو تو داده‌هاش قبلا ندیده و نمیتونه تصمیم بگیره که این الان چیه. و این چیزیه که خب هم توی بحث‌های پرسپشن ممکنه پیش بیاد، یعنی شما یه آبجکتی رو که قبلا ندیدید و بذارن جلوتون. هم ممکنه مثل یه تصادفی که توی آمریکا اتفاق افتاد، من سریع توضیح بدم که یه خودرو زد به یه عابر پیاده افتاد جلوی خودروی خودران و خودران رفت رو اون عابر پیاده و چون دید که داره تصادف میکنه ترمز زد و روی عابر پیاده ترمز زد و عابر پیاده اون زیر گیر کرده بود. و خب اینجا این شرایطی بود که خیلی سخت پیش میاد یه نفر بخوره به یه نفر دیگه و اون بیفته زیر ماشین من، نتونسته بودن اینو تست کنن و خودروی خودران مثلا سر همین قضیه کلا تعطیلش کردن برای یه مدتی این شرکت تو آمریکا. پس اچ کیس خیلی مهمه و جایی که شما میتونید خیلی کار بکنید. من سریع برم جلو که خیلی وقت نداریم. سعی کردم توی پرزنتیشنم جایی که ریسرچ میشه انجام داد و بهش اشاره بکنم توی مخصوصا بچه حمل و نقلی. خیلی بخوام جمع‌بندی بکنم، یکی بحث میکس ترافیکه که خیلی الان داغه. و میکس ترافیک یعنی که من خودروی خودران دارم، لول‌های مختلف و انسان دارم و اینا قراره با هم دیگه توی ترافیک اینتراکشن داشته باشن، با هم دیگه تعامل بکنن. این تعامل چقدر سیفه و چقدر افیشنته، این یه چیزیه که شما میتونید خیلی مطالعه بکنید. حالا مدل براش بدید تو ابعاد ماکرو، ابعاد خردنگر، یا برید توی ابعاد ماکرو یا توی ابعاد کلان‌نگر بررسی بکنید که چه تأثیری میذاره روی شبکه. بحث قانون‌گذاریشه که خیلی داغه که حالا کسایی که به پالیسی اینا علاقه دارن میتونن مثلا برن پرسشنامه پر بکنن، مطالعات اینجوری انجام بدن. ما یه وبینار هفته بعد داریم، حالا گذاشتم لینکدین اونم به نظرم باشید، چون یه بنده خدایی یه آقایی که مثلا خیلی متخصص تو این حوزه از کمیسیون اروپا داره میاد و در مورد قوانینی که توی اروپا داره وضع میشه شاید خیلی کمک کنه به ما که تو ایران مثلا میخوان قانون‌گذاری بکنیم. بحث اکسسیبیلیتی ایکویتی هست، کسایی که دوستان روی این حوزه کار بکنن که من اگه خودران داشته باشم، یه بحثی اینه که کسایی که گواهینامه ندارن میتونن الان رانندگی بکنن، ولی آیا همه میتونن به یه اندازه ازش استفاده بکنن؟ علاوه قیمت، علاوه اینکه تکنولوژی براش یوزر فرندلی باشه یا نباشه و چیزای مختلف. بحث سکیوریتی هست که یه ذره کامپیوتری طور میشه، کسایی که دوست دارن که اگه یه خودران رو هک بکنیم چه اتفاقی میفته. ممکنه یه شهر رو بلاک بکنه اون خودرو، یا بیان یه سیستمی از خودرانی که با هم دیگه اتصال کامیونیکیشن دارن من هک بکنم، ممکنه کل شهر رو بیان بلاک بکنن، بهش میگن سایبر سکیوریتی. یا بحث‌های اخلاقی که من اگه مستقیم برم یه نفر رو میکشم، اگه ببیشم دست چپ 2 نفر رو میکشم، چیکار بکنم تو این شرایط؟ داده‌های یوزر رو من چجوری جمع‌آوری بکنم؟ اگه یه تصادفی روی داد کی مقصره؟ راننده مقصره که حواسش نبوده، خودرو مقصره، دیزاینر الگوریتم مقصره، رئیس شرکت مقصره، یا دولت مقصره؟ اینم چیزی که مثلا استاد من با یک از 2 تا دانشجوش دارن کار میکنن و خیلی هم حوزه‌ایه که هم ریسرچ خوب میشه روش انجام داد، هم که خیلی مقاله راحت میشه داد و خیلی راحت میشه سایت خورد در واقع، چون خیلی دوستان روش مطالعه کنن. همون چیزایی که گفتم، اچ کیس دیتکشن خیلی مهمه، فیلیر دیتکشن هم مهمه، یعنی که من
الان یه تصمیمی گرفتم دارم پیاده سازی میکنم یا یه پیش بینی از اطرافم کردم، یه جایی باید بفهمم که این پیش بینی غلط بوده یا این تصمیمی که من گرفتم اشتباه بوده. آیا به موقع اینو تشخیص میدم یا نه؟ اینم یه چیزیه که خیلی موضوع داغی الان. جنرالایز کردن مدل‌های AI. مدل AI همونطور که گفتم خیلی خاص میشه به اون دیتایی که ترین شده روش. اگه بذاری توی محیط دیگه ممکنه خوب عمل نکنه و 90% مواقع نمیکنه. من چیکار بکنم که این مدل جنرالایز بشه؟ کسایی که دوست دارن رو حوزه AI کار بکنن خب خیلی الان داغه. ریزنینگ. الان چت جی پی تی بحثی که هست اینه که میگن آیا میتونه ریزن بکنه، آیا میتونه دلیل بیاره و تفکر بکنه و منطق داره یا نه. ریزنینگ تو این قضیه هم خیلی مهمه که الان دارن از لارج لنگویج مدل‌ها استفاده میکنن برای ریزن کردن توی حوزه خودران که بررسی کنه آیا این تصمیمی که گرفتم آیا خوب هست یا نیست، که ربطش پیدا میکنه به همون مورد 2 که فیلیر دیتکشنه. باز گفتم ترید آف بین سیفتی و افیشنسی. آیا من همیشه باید سیف باشم یا چقدر میتونم فاصله بگیرم از اون سیفتی؟ و همونطور گفتم دوباره سیمولیشن انوایرمنت هایی که دقیق تر باشن، چه از بعد گرافیکی چه از بعد رفتاری. یه پروپوزال من برای کسایی که تو ایران دوست دارن کار بکنن خیلی کوتاه فقط بگم. به نظر من تو ایران چیزی که الان خیلی برای خودران پرکتیکاله و واقعا به درد میخوره لول 1 و 2. یعنی ما تو پروژه‌ای که الان اروپایی داریم کار میکنیم ما داریم لول 3 و 4 رو مطالعه میکنیم، ولی سیمولیشن‌های ما داره نشون میده که هنوز خودران تو لول 3 و 4 اونقدر آماده نیستن، حتی تو دنیا تو بالاترین لول‌ها، که ما فایده خاصی ازشون ببینیم توی ترافیک. آره میتونن یه سری تصادفات رو کم بکنن، واقعا هم تو این قضیه تاثیر دارن، ولی خب خیلی باید هزینه بکنی. ولی لول 1 و 2 میتونه تا یه حد خیلی زیادی همون تصادفات رو کم بکنه. لول 1 و 2 یعنی چی؟ یعنی که من بیام ایمرجنسی بریکینگ بذارم، یه چیز خیلی ساده، یه ایف و الس خیلی ساده است تقریبا. لین کیپینگ اسیستنت LKA که خودرو از لین اگه خواست خارج بشه نذاره یا هشدار بده. ISA میشه اینتلیجنت استیل ادپتیشن، همین چیزی که اگه من سرعتم یه حدی بالاتر رفت خودرو نذاره یا مثلا به من اخطار بده. ACC کنترلرها، چیزایی که خیلی ساده پیاده سازی میشن تو ایران و خیلی هم میتونید روش کار ریسرچ بکنید، یعنی میتونید کار ریسرچ بکنید که پابلش بشه، هم میتونید کار پرکتیکال بکنید که واقعا به درد کشور بخوره. یکی اینه، یکی همین که بحث رگولیشن و اینا که اتحادیه اروپا سال 2022 اومد اجباری کرد این سیستمایی که من این بالا گذاشتم اجباری کرد به جز ACC روز همه خودروهایی که جدید تولید میشن باید این سیستما باشن. پس خوبه که ما تو ایران هم بیایم به این سمت حرکت کنیم که این سه تا سیستم اول مخصوصا AB و LKA و ISA سیستمایی باشن که تو ایران بیاد پیاده سازی بشه. پیاده سازیش واقعا راحت، یعنی ما خودمون خیلیاشو توی سیمولیشن پیاده سازی کردیم و چیزی که خیلی نشون داده تصادفات کم میکنه. و تو لول 3 و 4 هم باز این نظر منه، لول 4 راحت تره به نظرم پیاده سازیش. مثلا تو فرودگاه ممکنه این نفر بخواد بره یه سیستمی رو دیزاین بکنه برای فرودگاه، یه جایی خیلی مثلا کمپس دانشگاه‌ها یا همچین جاهایی، تا لول 3 که قراره بره تو محیط واقعی و با یه چیزایی مثلا غیر قابل پیش بینی اینتراکشن داشته باشه. طولانی شد 50 دقیقه، من می‌خواستم 40 دقیقه ببندمش. من یه سری دیتا ست خوب گذاشتم اینجا، دیتا ستایی که خودم رو خیلیاشون کار کردم و واقعا دیتاهای خوبی ان. دیتاهای اوپن سورس ان، هم برای کسایی که میخوان پردیکشن و پلنینگ کار بکنن، هم برای کسایی که میخوان پرسپشن کار بکنن، یعنی ایمیج ریکگنیشن یا چیزای این شکلی. این دیتا ست ها خیلی اوپن سورس ان. دیتای اول خودران دیتا رو جمع کرده، یعنی میتونید رفتار خودران رو بررسی بکنید. دیتاهای بعدی رو خودران جمع نکرده ولی میتونید برای دیولپ مدل‌های واقعی‌تر برای سیمولیشن ازشون استفاده بکنید. یه سری ابزار سیمولیشن گذاشتن که کارلا سیمولیشنیه که بیشتر روی گرافیک تمرکز میکنه که واقعی‌تر باشه. جدیداً ویمکس، همون شرکت ویمو، یه دونه ابزار داره به اسم ویمکس و یه سری ابزارهای دیگه، کامان رود، هایوی انو، اینا عمدتاً تمرکزشون رو رفتاره، روی تراجکتوری دیتاست. کسایی که علاقه دارن میتونن روی این حوزه کار بکنن و این سیمولیشن سافت‌ور بیشتر رو بحث پلنینگ و ایناست و ارتباطش دادن به ابزارهای AI خیلی کار راحت کردن، براتون بتونید AI استفاده بکنید. و اون سمت راستی اوپن پس و اسمینی برای سیفتی خیلی کاربرد دارن و من خودم اوپن پس رو تو این پروژه اروپایی دارم استفاده میکنم و اوپن سورس، یه ورژن هم BMW روش کار کرده ولی اوپن سورسش هم خیلی خوبه. ویسیم و بیسوم و ایمسان هم که خب میشناسید و پیپر هم براتون چند پیپر خوب توی هر حوزه میذارم توی گوگل درایو، بعداً براتون شیر میکنم. و فراموش نکنید که همه چیزایی که من گفتم خیلی خلاصه بود، خیلی از بحثا رو من باز نکردم. شیر موبیلیتی حوزه‌ای که خیلی میشه روش کار کرد، ریسرچ انجام داد، روبوتاکسیا،
چه بحث فوایدش، چه بحث رفتاریش، اینکه انسان‌ها چجوری اینا رو استفاده میکنن. بحث لوجستیک خیلی داغه، مخصوصا تو آمریکا که اتونوموس تراکس چقدر میتونن کمک بکنن. کسایی که توی حوزه آب دوست دارن کار بکنن، کشتی‌ها یا قایق‌های خودران، کسایی که تو خونه دوست دارن استارتاپ بزنن، رباتایی که تو خونه میتونن کار بکنن، عملاً خودران ولی تو خونه خیلی الان داغن. و همین اینم وبیناریه که ما هفته بعد داریم، اگه دوست داشتین شرکت بکنید. آقای کیوفو قراره بیاد در مورد رگولیشن توی اروپا و کلا وضعیت خودران توی اروپا صحبت بکنه و اینکه چه چیزایی تو آینده قرار اتفاق بیفته. من فکر می‌کنم خیلی به درد بخوره، مثلا اگه دوست دارید تو ایران یه تاثیر مثبتی بذارید. و مرسی و ببخشید طولانی شد. دست شما درد نکنه آقای رحمانی. میدونم که خیلی هم خسته بودید و شرایطتون هم خیلی خوب نبودش قبل از ارائه. من بیشتر حقیقت 2 ساعت خوابیدم ولی چون اینو درست نکرده بودم یه ذره. ولی ارائه خیلی خوب و جذاب و مفیدی بود. خودم به شخص خیلی استفاده کردم. حالا امیدوارم واقعا مفید بوده باشه. سوالی داره، نکته‌ای هستش؟ بفرمایید. آقای سیفی فکر کنم. بفرمایید. سلام آقای رحمانی، خوب هستین؟ خسته نباشید. ممنونم. مرسی. سلامت باشید. متشکرم. من دانشجوی فارغ التحصیل ارشد حمل و نقل دانشگاه تهران هستم. حالا تو زمینه‌های ایمنی و اینها چند تایی کار انجام شده. یه چند تا مطلب بود می‌خواستم نظر شما رو راجبش بدونم. یکی این که حالا زحمتی که کشیده بودین تو اسلایدهای آخر این بود که یه سری دیتا ست ها و اینها معرفی کردیم. راجب اون بحث اتیکال که حالا مثلا فرض کنید یه راه دو طرفه دو بانده هستش که حالا عابر پیاده هم اطرافش هستش. وقتی که عابر پیاده مثلا یهویی میاد میپره وسط خیابون، حالا این باید تصمیم بگیره که آیا من برم تو لاین مخالف یا اینکه تو لین مخالف یا اینکه بزنم به این عابر پیاده. واسه اینها نمیدونم حالا تو این دیتا ستی که شما معرفی کردین واسه اینجور در واقع بررسی اینجور مسائل آیا توی این دیتا ست هایی که معرفی کردین بودش همچین چیزی یا اینکه اصلا اینها رو باید توی سیمولیشن نمیدونم چقدر دقیق باشه تو این زمینه. ببین دیتا ست ها سوال تموم شد ببخشید. من فقط میتونم سریع‌تر چیز کنم که بقیه هم بتونم بپرسن. فیلم‌ها باشه فکر می‌کنم، یعنی دیتا ست اونقدر غنی که بشه روش حالا یه کار پژوهشی خیلی قوی انجام داد. نمیدونم باشه نباشه تجربه شما. ببین جواب تو 2 تا قسمت می‌کنم. یکی اینکه دیتا ست ها یه سری چیزا رو توش دارن. یعنی من خودم یک از دیتا ست ها رو تحلیل کردم، یه سری اچ کیس پیدا کردم که مثلا یهو خودرو میومد، یهو سبقت میگرفت، بعد میومد جلوی خودرو میپیچید و خودرو مثلا میکشید کنار. ولی کمن. بعد خیلی الگوریتم خوبی رو دیولپ کنه بتونه اونا رو تشخیص بده. ولی خب جذابه. ولی نیاز به دیتا لزوما نداری برای ریسرچ این حوزه. یعنی شما میتونید بیاین، من یکی از دوستان توی چت، اینجا چت داره یا نه من نمیدونم که میتونم چیزی بفرستم توی چت یا نه. آره بله چت هم وجود داره. من یکی از همکارام داره روی این حوزه کار میکنه، دقیقاً روی این حوزه‌ای که ببینه بهش میگن meaningful human control، یعنی که من یه سیستمی رو دیزاین بکنم که هم با انسان‌ها بخونه هم مسئولیت پذیر باشه و تو این شرایطی که شما توضیح دادید بتونه کار بکنه. این دوست من داره مثلا یه سری پرسشنامه پر کرده، یه سری کارهای خیلی خوب انجام داده و الان اومده مثلا با من میخواد همکاری کنه که بیایم اون چیزایی که به دست آورده رو بیایم توی یه دونه موشن پلنر پیاده سازی بکنیم. یعنی دیتا نداشته، خودش رفته با پرسشنامه یه سری کار این شکلی اون چیزی که می‌خواسته رو جمع کرده. حالا اگه مثلا این اتفاق بیفته به نظر شما خودم باید چیکار بکنه، یا اگه این اتفاق بیفته کی اینجا مقصره؟ یه همچین چیزا رو میتونید خودتون بدون دیتایی حالا تراجکتوری هم انجام بدید. درسته. دست شما درد نکنه. یه مطلب دیگه فکر می‌کنم واسه خودران خیلی مهم باشه، حالا خیلی اشاره نشد بهش، این که فکر می‌کنم رود مارکینگ و رود لینز هم خیلی تو تشخیص و دیتکت این قضیه مهمه. یعنی تا وقتی که حالا فعلا میکس ترافیک فلو داریم، اینکه خودران بتونه تشخیص بده دقیقاً رود مارکینگش چی هست و اینها. این مطلب بعدی این که یه مقداری حالا همونجوری که شما بهتر از من در جریان هستین، یه مقداری توی حوزه سیفتی استفاده AI، نمیدونم حالا به خاطر اینکه اون مدل های استاتیستیکال قدیمی خیلی
خیلی زمانهای طولانیه که استفاده شده و اینها، یه مقداری استفاده از AI کلا خیلی روی گشاده‌ای بهش نشون داده نمیشه. مخالفم. حالا ما اگه بخوایم یعنی موافقم، ولی داره تغییر میکنه این ترنده. الان میخواستم اتفاقا چیز کنم، چند تا مثال خیلی خوب برای من، ببخشید حرف رو قطع میکنم چون میخوام بقیه هم سوالاشون بپرسن، بی احترامی نباشه. باید موافقم که سختگیرترن روی AI بعد کسی روی سیفتی کار میکنن، ولی دو تا نکته هست. یکی اینکه یک از همکار خود من داره روی این کار میکنه که یه الگوریتم AI بیس برای سیفتی داده و خیلی هم صدا کرده الان و خیلی هم طرفدار پیدا کرده. دو اینکه من وسط ارائه اینجا اشاره کردم خیلی سریع که مدل‌های LLM بیس، یعنی لارج لنگویج مدل‌ها یا مدل‌های مثل چت جی پی تی، اینها اتفاقا میتونی استفاده بکنی برای فیلیر دیتکشن، که من تو اون پیپرایی که میخوام باهاتون شیر بکنم میذارم توش، که اون مدل مثلا لارج لنگویج مدل میاد بررسی میکنه اون سناریو رو و میگه الان این به نظر من خطرناکه، الان اینجا تو فیل شدی، اینجا نمیتونی عمل بکنی. و اون قرار نیست که لزوما خودش همه کار رو به عهده بگیره، ولی میتونه یه اینسایتی به تو بده که یه ذره سیستمت رو سیف‌تر بکنه. و این که گفتم مخالفم، حرفتو قبول دارم که سختگیرترم، ولی اتفاقا به نظر من خیلی جا برای کار هست تو سیفتی روی AI. دست شما درد نکنه. ممنون خواهش میشم می‌کنم. اون پیپر AI بیسی که گفتین راجع به سیفتی هست رو هم اگر خاطرتون بود شیر کنید. مطمئن نیستم که خواهش می‌کنم، مطمئن نیستم که پیپرش رو پابلش کرده. من یه دونه چیز پیدا کردم الان میفرستم توی چت، حالا تا بچه‌های دیگه سوالاشون بپرسن. دست شما درد نکنه. خدا قوت. خسته نباشید. باشه من نمی‌بینم که اگه کسی داره سوال می‌پرسه به نظرم خودتون هم میوت کنید. من فردی اوکی. بفرمایید. سلام علیکم، خیلی ممنونم از ارائه. خیلی خوشحال شدم بعد از مدت‌های زیاد آره منم. شنیدم، خیلی واقعا حال کردم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار. آقا من این سوال سریع بپرسم، اونجا چند تا سوال داشتم. یکیش واقعا فکر می‌کنم برای ما خیلی توی ایران جذاب‌تر باشه، اینکه میشه کیت هایی مثلا حالا تهیه کرد به جای اینکه حالا ما بریم به قول یارو گفتنی چرخ رو از اول اختراع بکنیم، یک کیتی تهیه بکنیم برای هوشمندسازی خودروهای فعلی، این که مثلا نصب بشه به سیستم مرکزی خودروها، بتونه اون رو یکم مدیریت بکنه، یکم حالا روی اون رفتارهای رانندگی که شاید خیلی ناهنجار باشه بتونیم جلوی اونا رو بگیریم، به جای اینکه حالا مثلا ما خیلی فاصله داشته باشیم از اینکه حالا یک خودروی کامل خودران داشته باشیم، اینکه بتونیم فقط مدیریت بعضی چیزها توی خودروی فعلی رو به دست بگیریم. آره. یه شرکتی هست به اسم من برای میفرستم به اسم کوما AI، حالا تلفظش هم کوما چیه. اتفاقا با یکی از کارمنده سابقش هم داشتم، یعنی پروژه رو شروع کردیم. یه دونه گیت هاب ریپوزیتوری دارن که اوپن سورسه که خیلی جالبه، یعنی یکی از در واقع اینا اومدن یه خودران رو اوپن سورس کردن، نرم افزارش رو الان فرستادم توی چت. و خودشون هم اومدن یه شرکت زدن که شما یه دونه سافر رو از اینا می‌خرید و یه سافر رو انگار از اینا می‌خرید و همونطوری که تو گفتی وصل می‌کنی به خودرو و خودرو تو خودران می‌کنه. یعنی شما نیاز نیست که بری یه خودرو جدید بسازی، این عملا میاد با یه دوربین توی شرایط خیلی خودرو تو خودران می‌کنه برات و خیلی شرکت جالبیه. حالا من توی چت فرستادم، فقط نمیدونم چرا این لود میشه نه احتمالاً بشه. دو تا لینک فرستادم، یه دونهش اون ریپوزیتوریه که مال گیت هابه که اوپن سورس گذاشتن اگه اشتباه نفرستاده باشم، یه دونم خود شرکتی که محصولی که یه ذره بهتر شده رو میاد میفروشه به مردم، قیمتش هم اگه اشتباه نکنم مثلا تو رنج فکر کنم $2000 اینا بود، یعنی عددیه که اگه خودروی قیمت خودرو مثلا میانگین $30,000-40,000 باشه، عددی که کاملا قابل قبوله. و کسایی که تو ایران کار میکنن مثلا این اوپن پایلت سافر دیگه مثلا یه دونهش فرستادن، اگه سرچ کنید اوپن سورس مثلا اتو پایلت فور ویکلز یا همچین چیزی براتون میاره، یه سری گیت هاب ریپوزیتوری که اینا اومدن خودشون اوپن سورس یه بهش میگن استک اوپن سورس رو دادن برای اینکه روش کار بکنید و واقعا میشه تو ایران روی این چیزا کار کرد و استارتاپ داده باشه، میدونم حتی برد تو کمپانی‌ها مثلا ارائه کرده اینا. خیلی ممنونم ازت. مرسی. خوشحال شدم. مرسی.
حالا تا اگه دوستان دیگه هم هستن میتونن دستشون رو بیارن بالا. آقای شیخی بفرمایید. قبل اینکه آقای شیخی سوالش بپرسه بچه من یه چیزی هم تو ذهنم بود انجام بدیم، اگه حالا کسایی که آخر جلسه اینو بذاریم، اگه کسی کلا در مورد اپلای نه لزوما صرفا بگی پروسه اپلای، این که ببینیم مثلا من این حوزه توی دنیا داره چه کاری انجام میشه که کشور خارج از ایران، سوالا اینجوری هم تا در حد 5 دقیقه میتونم جواب بدم، یعنی آخر ولی اینو بذاریم آخر که کسایی که دوست نداشتن بتونن دیر برن، یعنی ترک کنن جلسه. آقای شیخی بفرمایید. سلام، صدای منو دارین؟ بله دارم. خیلی ممنونم از ارائه‌تون، واقعا استفاده کردین. من یه سوالی داشتم. من الان سوالاتی که حالا واسم بود قبل از اینکه بیام جلسه در مورد مسائل خردنگر یه سری سوالات نوشته بودم که حالا شما خوشبختانه لطف کردین این همه سوالای من جواب دادین. تو حوزه کلان‌نگر یه سوالی واسم پیش اومد. من الان که مقالات رو دارم میخونم، مثلا توی این ویزیون وقتی میخوام یه شبکه خودرانی، مثلا خودران حالا با هر سطح اومده تو شبکه، تو سطح کلان دارم میخوام خودروی خودران رو تعریف بکنم، تنها پارامتری که مثلا در نظر میگیرم پی سی یو، مثلا پسنجر کار یونیت، نرخ معادل خودروی سواری توی کلان دارم. میخواستم ببینم این پی سی یو از نظرتون رو بپرسم در مورد اینکه آیا واقعا خودران بودن و توی شبکه با پی سی یو فقط میشه در نظر گرفت تو سطح کلان، و اینکه اگر نه چه پیشنهادهایی حالا به عنوان یک کویک انسر مثلا تو ذهن شما هست. سوالت خیلی خوبه. اصلا متخصص نیستم دیگه تو حوزه کلان‌نگر، ولی خب ندارم میگم. یه عذرخواهی بکنم بچه‌های سیاه، تو من الان دیدم سوال توی چت فرستادین جواب میدم الان. ببین ما تو پروژه خودمون، پروژه‌ای که گفتم در تو اروپا داریم کار می‌کنیم، اتفاقا یه سیمولیشن داریم که خودران خیلی دقیق اومدیم سیمولیت کردیم، یعنی اومدیم از صفر یه مدل دیولپ کردیم که کار فالوینگ انجام میده، لین چینجینگ انجام میده، تقاطعات رو رد میکنه، دقیقاً انگار یه خودران طراحی کردیم توی ابعاد سیمولیشن. ولی این مدل فقط در سیمولیشن‌های مایکرو استفاده می‌کنیم و وقتی می‌خوایم بریم از اتفاقا اونجا هم ویزون استفاده می‌کنیم، یعنی خود پی تی وی داره استفاده می‌کنه. همین قد ساده داره استفاده میشه، یه ذره تغییرات بهش میدن که میگن چیه. برای همین به نظر من توی این بعد مثلا کلان‌نگر یه چیزیه که خیلی اونقدر پیشرفت نکرده قضیه، یعنی باید موافقم که مثلا پی سی یو خیلی ساده است که بخوایم بگیم من با پی سی یو قراره اینو ببینم. کاری که میشه کرد، حالا چه کاری میشه کرد؟ یکی اینکه بیای سعی کنید مدل نتورک رو بهتر کالیبره بکنید تو چیزایی که بقیه روش کار نکردن، مثل تقاطعات. یعنی ما مدلایی که پی سی یو کارش چیه؟ پی سی یو کارش اینه که میگه مثلا من یه خودرو اگه خودران باشه نسبت به خودروی عادی تو شرایط لانگیتودینال، یعنی شرایطی که داره کار فالوینگ انجام میده، هدویش کمتره، سرفاصله زمانیش کمتره، پس احتمالاً خودروی بیشتری میتونم جا بدم، ظرفیتم هم میره بالاتر. ولی این فقط در لانگیتودیناله، یعنی اگه من اینو استفاده بکنم برای تقاطعات، احتمال خیلی زیاد اصلا اشتباهه. من بیام والیوم گین فانکشن تعریف بکنم برای تقاطعات بر اساس دیتاهایی که رفتم مثلا از تقاطعات جمع کردم. یه ریسرچ دایرکشن خیلی خوبه، یعنی من خودم دو تا دیتا ست رو تحلیل کردم، یکی ویمو یکم لیفت، آره، و دیدم که رفتار خودران تو تقاطعات خیلی با انسان فرق داره، مخصوصا خودروی لیفت. و یه ریسرچ دایرکشن هستن که تو بیا ببینی آقا من اون بر اساس اون رفتاره بیام اون والیوم دیلی فانکشن رو کالیبره بکنم. یا لین چینجینگ، مثلا لین چینجینگ یه چیزیه که اکثر خودران توش مشکل دارن، خیلی کانزرواتیون، یعنی خیلی محافظه کارن، اینجوریه که اگه بخوای مثلا یه انسان تغییر خط بده یه وقتایی مجبور میکنه خودروی بغلیشو اصلا ترمز بگیره. ولی خودران اینجوریه که یه سرفاصله خیلی بزرگ فعلا نیاز داره که خب اگه پی سی یو استفاده کنی نریزی دیگه. پس یه دایرکشن دیگه اینه که تو مثلا بیا ببینی من بر اساس دیتایی که لین چینجینگی که مثلا تو این دیتا ست وجود داره چقدر میتونم اینو کالیبره بکنم. یه همچین کاری میتونی بکنی به نظرم که فکر میکنم خوبه، یعنی اونقدر سخت نیست ولی کانتریبیوشن داره به اندازه کافی که پابلش بکنی. اینا جوابشو دادم یا نه؟ اگه ندادم بگو. خیلی ممنون. بله متوجه شدم. خب من قبل اینکه نفر بعدی بپرسه یه آقای سیفی پرسیدی که لایدار چیه؟ لایدار یه سنسوریه که میگهش میگن لایت دیتکشن اند رنجینگ فکر کنم، که برخلاف مثلا دوربین نمیاد مثلا عکس دوبعدی به تو بده،
یه جوری به تو دیتای سه‌بعدی میده از محیط. حالا این دیتای سه‌بعدی چه شکلیه؟ این شکلی نیست که مثلا بیا دقیقاً بگی این خودروه. یه بر اساس اون چیزی که میفرسته و برمیگرده، اون اشیایی که میفرسته و برمیگرده، بهت حدودا نشون میده که هر جزئی از اون آبجکت چقدر با تو فاصله داره و تقریبا شکل اون آبجکت تو میتونی از اون بهش میگن کلاود، میتونی از اون ابر تشخیص بدی تقریبا چه شکلیه. و حالا یه سری کار دیگه هم میکنن که دقیق‌تر بگن آقا این خودروه یا مثلا چقدر بزرگه، چقدری و اینا، ولی کلا کارش اینه که بهت دیتای سه‌بعدی میده. یکم گفته بود که من بلندتر صحبت کنم، ببخشید من دیدم ایرپادم داد اوکی باشه بلند صحبت میکنم، اگه نمیاد ببخشید. یکم پرسیده که رو مشخصات ترافیکی مثل زمان سفر، ظرفیت در حضور خودران چطور موضوعات بروزی هستن؟ ببین خیلی موضوع کلیه. آقای زعفرانی پرسیده اینو که من بگم تاثیر خودران رو مثلا ظرفیت. این خب خیلی وقتا داره کار میشه. یعنی من استاد خودم اولین مقاله رو تو این حوزه را 2006 مثلا داده این مقاله رو که اومده ببینیم مثلا اگه ACC بذاری تاثیرش رو ترافیک چیه. و از اون موقع داره این کار میشه. مثلا آقای طالب‌پور 2015 مقاله خیلی خوب داد تو این حوزه. ولی نکته‌ای که هست اینه که هنوزم میشه ببینه کار کرد. مثلا این مثالش الان برای آقای شیخی زدم. شما نکته اینه که آره میشه کار کرد، ولی باید ببینی که تا کجا انجام شده و کجا هنوز کاری انجام نشده. مثلا یه مثالی که من میتونم بگم انجام نشده خیلی زیاد، که من خودم مثلا الان یه دونه مقاله تو این قضیه دارم میدم، اینه که تقاطعات. اصلا کلا ما روی تو حوزه ترافیک رو تقاطعات کم کار انجام شده و اصلا یه نفر اگه بیاد بررسی کنه تاثیرش روی ظرفیت تقاطعات چقدره، روی مقابل شهری چقدره، یه چیزی که خیلی کمتر کار شده. یا اشاره کردم مثلا لین چنجینگ انجام شده ولی خب باز به نسبت کار فالوینگ کمتر انجام شده. یا حتی مثلا ما کاری که الان داریم مثلا تو پروژه این اروپایی داریم می‌کنیم، یکی از کارامون اینه که تکنولوژی‌های مختلف میسنجیم. مثلا اگه من گلوسا بذارم چه اتفاقی میفته، اگه فلان تکنولوژی کامیونیکیشن رو بذارم چه اتفاقی میفته. یه وقتایی میتونید مثلا برید مقالات اخیر رو بخونید، یعنی کدوم تکنولوژی‌ها کمتر استفاده شدن یا کمتر باشون مقاله داده شده، برید اونا رو تست بکنید. یعنی فرضیاتون تکنولوژی رو ببینید چیه و بیاید اون رو تو سیمولیشن پیاده بکنید یا توی حالا نرم افزار مدلینگ که ببینید تاثیرش چقدر میشه. خلاصه جواب اینه که آره میشه، ولی یکم سخت‌تره، به این معنی که باید ببینید که کجا هنوز کار نشده، برید اونها رو پیدا بکنید، مثل تقاطعات یا حالا تکنولوژی‌های جدید. حالا دیگه ندیدم. آقای عالی نژاد سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از ارائه خوبتون. سوالی که من داشتم حالا ممکنه یه خورده سوال کلی باشه، ولی حالا مسئله که تو بحث خودران هست، خب همونطور که فرمودین سنسورهای مختلفی هست که دارن دیتا رو میگیرن و خب حجم این دیتا هر لحظه انگار یه حجم بسیار زیادی دیتا داره وارد میشه دیگه. و خب از اون بر پردازش خود این دیتا هم خب هزینه بر و از لحاظ محاسباتی زمان برن. حالا به خصوص مثلا تو بحث پرسپشن که از مدل دیپ لرنینگ و اینا داره در واقع استفاده میشه. سوالی که بهتون مشخص داشتم اینه که چه مکانیزمی در واقع داره طراحی میشه که بتونه این حجم زیاد دادا و پردازششون رو مدیریت کنه که در عمل به صورت در واقع ریل تایم بتونه تصمیم گیری انجام بشه توسط خودروی خودرو. ببین حوزه تخصصی من نیست حقیقتش این قضیه. خب جواب میدم شاید خیلی دقیق نباشه، ولی چیزایی که شنیدم یکی این که خب واقعا دارن سعی میکنن سخت افزار رو زیاد کنن. یعنی دفاعی که از بچه‌ها بود دکترا همین 2 روز پیش بود رومه، ازش پرسیدن که تو این چیزی که الان پیاده سازی کردی چه سخت افزاری پیاده سازی کردی؟ گفت آره مثلا ما انتا جی پی یو گذاشتیم و انتا سی پی یو گذاشتیم و اینا تونستیم مثلا تو چند میلی سکند اینو حل بکنیم. یعنی شما هر چقدر سنسور زیاد بشه، مثلا تسلا چون فقط داره دوربین استفاده میکنه خیلی پردازشش کمتره تا خودروهایی که مثلا ما داریم تو پروژه‌مون تست میکنیم که لایدار دارن و کلی سنسور دارن. خب قدم اول اینه که خب سخت افزار واقعا کمک میکنه، مثلا جی پی یو، چون دیپ لرنینگ خودت هم میدونید دیگه جی پی یو خب خیلی بهش کمک میکنه. قدم دوم اینه که چیزی که حالا من دیدم یه وقتایی دارن سعی میکنن که مثلا توی CNN چیکار میکرد، CNN یک از کار اصلی که میکرد این بود که بیاد عکستو کوچیک کنه دیگه. یعنی مثلا توی عکس فلان در فلان داری 1000 در 1000 داری کم کم میاد کوچیکش کرد، ممکنه مثلا 64 در 64 بشه. این دایمنشن ریداکشن خیلی میتونه کمک بکنه اینجا. حالا روش مختلفی داریم دیگه، روش سنتی پی سی اینا هست تا روش جدید که مثلا من میگم مثلا تخصص من نیست، ولی میتونی یه وقتایی بیای سعی کنی که دیتا تو کوچیک‌تر بکنی بدون اینکه مثلا لاس اینفورمیشن داشته باشی.
چرا به درد میخوره؟ مثلا تو یه وقتی میگی آقا من سخت افزارم برای تحلیل یه دونه سنسور کافیه، ولی اگه من بیام دیتا رو مثلا حجم دیتا رو بکنم 1/3، فقط 10% لاس دیتا دارم، ولی میتونم 3 تا سنسور رو تحلیل بکنم و این 3 تا سنسور به من یه دقت خیلی بالاتری از اون 10% میده. اینا چیزاییه که مثلا تو سنسور فیوژن و مثلا اون بحثای دایمنشن ریداکشن اینا خیلی کار میشه، ولی من اصلا هیچ بلد نیستم تو این حوزه، یعنی هیچ کار نکردم. دست شما در نکنه، خیلی ولی خیلی مرسی. یه آقایی رو خواهش میکنم، یه آقایی تو دانشگاه هست خیلی آدمه قویه تو این حوزه، بعد میفرستم اکانتشو، دانشجوهاشو مثلا دنبال کنین من چیکار کردن یا نه. خودش هم قبلا توی مرسدس بوده تو حوزه، یعنی کلا کارش این بوده تو حوزه پرسپشن شرکت مرسدس بوده. اسمش هم آقای دستتون در نکنه. خواهش میکنم. مهیار فکر کنم دوباره سوال داریم. اتفاقا حالا ببخشید من دوباره وقت برای بچه‌ها میگیرم، ولی چون یه سوال همین مرتبط با همین داستان داشتم گفتم الان وقتشه شاید بپرسم بد نیست. اینکه به نظرت حالا گفتی که حوزه تخصصیت نیست، ولی خب بالاخره بخشی از حرکت به سوی حالا خودران شدن تجهیز مسیر هم میتونه باشه. نمیشه مثلا بخشی از این محاسبات و پردازش ها رو گذاشت در عهده مثلا تجهیزاتی که روی مسیر نصب میشه، فرضاً حالا یه تیرک های هوشمندسازی شده ای که اون درک از مسیر رو گسترش بده، توسعه بده، فقط اون وظیفه انتقال به خودرو و تصمیم گیری توی اون بخش پردازشگر خودرو انجام بشه، به جای اینکه همه کارها بر عهده فقط خودرو باشه. آره ببین ما اتفاقا سوال خیلی جالب بود، چون ما تو پروژه خودمون الان یه مشکلی که خوردیم، من گفتم ما داریم تکنولوژی مختلف رو تست می‌کنیم، یعنی رو خودرو پیاده سازی می‌کنیم، اینا میان داده جمع می‌کنن، بعد میان میگن آقا شما به این شبیه سازی کنین، مدلاتون رو کالیبره کنین ببینین که این چقدر تاثیر میذاره. ما این مشکلی که الان خوردیم همینه. مثلا یه مثال بخوام بزنم تو بحث کامیونیکیشن بین خودروها، یه وقتی هست میگه آقا من همه فرضیاتمو گذاشتم رو کامیونیکیشن بین دو تا خودرو بدون هیچ اینفراستراکچری که اطراف مسیر باشه، هیچ دکلی، هیچ چیزی. بعد خب تو به این اگه بخوای پیش فرضیت این باشه، تو لازمه که همه خودروها توی شبکت کانکتد باشن. اگه نباشن همون یه خودرو که کانکتد نیست میتونه تو خیابون باشه و تو نبینیش و تو تصادف کنی و تو مجبوری همیشه خیلی محافظه‌کار عمل کنی. بعد اومدیم گفتیم خب پس بیا چیز کنیم، بیایم بگیم که نه، ما پیش‌فرضمون اینه که توی تقاطعات ما داشت تقاطعات بررسی می‌کردیم، یه دکلی هست که داره همه خودروها رو سنس میکنه، پردازش میکنه و دیتاشو میده به خودروی خودران، که همون چیزی که فکر می‌کنم تو خاصی دیگه تقریبا و یه جوری جواب آقای آینجان میده. بعد اومدیم بررسی کردیم و دیدیم این هزینه این دکله اینقدر زیاده که اصلا فعلا نمیارزه و اینو تو ریپورتمون به این مضمون گذاشتیم که آقا این تکنولوژی برای این چیزی که شما می‌خواید استفاده بکنید الان کاست افکتیو نیست، یعنی الان به درد نمیخوره. شاید 5 سال بعد 10 سال بعد هزینه پیاده سازیش کم بشه به درد بخوره، ولی الان این به درد نمیخوره. پس جواب سوالاتی میشه که اتفاقا همینه. یعنی ما تو اروپا یه چیزی داریم به اسم فراموش اسمش، یه چیزی طبیعی CITS این است که یه پلنی رو دارن برای اینکه مثلا 5G رو تو کل اروپا مثلا گسترش بدن، بعد خب خودروهای خودران قراره 5G استفاده بکنن دیگه. و ما داریم بحث می‌کنیم که خب ما چقدر میتونیم از این 5G استفاده بکنیم، چقدر این حجم ترافیک و اینا ما میتونیم استفاده بکنیم، یا اگه دوربینی اگه هست، یا اگه مثلا کامیونیکیشن‌های از نوع دیگه هست. و بحث واقعا این چیزی که هنوز حل نشده و رگولیشن‌ها داره میاد، مثلا اون پروژه اروپایی داره تعریف میشه. خلاصه حرف اینه که ما 100% از نظر من اگه می‌خوایم یه بنفیت خوبی رو ببینیم 100% به یه اینفراستراکچر نیاز داریم توی جاده‌هامون. حالا اینکه چه نوع اینفراستراکچری برای چه مزیتی، اینو باید سیمولیشن نشون بده. مثلا ما نشون دادیم، من یه سیستمی به اسم گلوسا رو شبیه سازی کردم، دیدم گلوسا خیلی کم هزینه است و منافعش توی مثلا ترافیک کم خوبه. خب اینو میام پیاده سازی می‌کنیم. ولی فلان سیستمی که مثلا V2X بود و پیاده سازی کردیم، دیدیم نه، مثلا اون چیزی که ما فکر می‌کردیم رو نگرفتیم، پس بهتره فعلا پیاده سازی نکنیم تا یه روزی که واقعا کاست افکتیو باشه. آیا آلین تو من سوال داری یا دستت از قبل بالا مونده؟ نه من سوالم تموم شد. مرسی. خب بچه‌ها اگه سوال دیگه ای ندارید من نمیخوام، من اوکی ام وایس من مشکلی ندارم، ولی چون دکترم هستن نمیخوام خیلی وقت دکترم بگیرم
و اگه سوالی ندارید میتونید مثلا در 5 دقیقه اگه سوال کلی دارید در مورد اینکه ریسرچ تو خارج از کشور چجوریه، چجوری میتونیم لینک بزنیم اگه میخوایم کاری بکنیم، چه تو ایران باشیم چه خارج ایران باشیم، اگه میخوایم بپرسیم من باز تا جایی که بتونم کمک کنم. کسی سوال نداره. من احتمال من این فایل رو شیر میکنم باهاتون، فقط مقاله های این قسمتی که شیر کنم سفر من یه سری لیست مقاله قرار باهاتون شیر بکنم، اونو بعد کاملش بکنم، احتمالاً یه روزی نه طول بکشه من انجام بدم. اونا رو براتون میذارم، ایمیل هم که اینجا هست گذاشتم براتون، لینکدین هم هست، و هر سوالی داشتید تا جایی که بتونم سعی میکنم کمک بکنم. پاورپوینت رو شیر میکنم، فقط باید قبلش چک بکنم ببینم که چیزی نباید توش حذف کنم که چیزا محرمانه چیزی باشه که بعدم گیر بدم. و صفحه اولش هم احتمالاً فارسی بکنم حقیقت، چون یکم دانشگاه ما یه ذره حساس شده روی دانشگاه ایران و اینجوری هم که مثلا یه مقدار همکاری خیلی نکنید و مثلا شیر نکنید و اینا، ولی حالا من چک میکنم حالا شیر میکنم باهاتون. دست شما درد نکنه آقای رحمانی. ما حالا با خواهش شما میکنم. در ارتباط هستیم، این فایل‌ها رو ازتون ان شاءالله میگیریم، داخل آره کانال هم قرار میدیم، همه این مطالبی هم که گفتید فکر میکنم امیدوارم واقعا مفید بوده باشه، چون من خیلی عجله‌ای درست کردم اینو، میگم دیشب تو فرودگاه درست کردم، یه ذره اگه سریع شخصی که گفتم واقعا ببخشید، ولی استفاده اگه کردم، یعنی جلسه مفیدی بود آره واقعا برای من. خدا بله، منم میخوام تشکر کنم آقای، خیلی ممنون و متشکر. انشالله امیدوار هستم که باز بتونیم خدمت شما باشیم، حضوری هم که انشالله بیایم انشالله زودتر حالا بتونیم ببینیم. خیلی ممنون انشالله. برای وقتی گذاشتی، ارائه خیلی خوبی که داشتیم. ممنون آقای دکتر، من خوشحال شدم دیدمتون. بچه‌ها ممنون که هماهنگ کردید. من ندیدم ولی صحبت کردیم حداقل. ممنونم. خدا نگهدار. خب بچه‌ها اگه سوالی ندارید منم جلسه رو ترک کنم. دست شما درد نکنه، خیلی خواهش می‌کنم. خدا ممنون. نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.